اگه خواسته باشی پرستارم میگم اینجا آمده دست پانسمان کنه. هرچی نباشه خواهرت نجات دادی. نه خیر قسم نگو. هر دوی ما او را نجات دادیم. مادر صبحانه آماده است. بفرمایین بیایین. تو هم بفرما با هم صبحانه بخوریم. به اجازه تان اما دیگه باید برم، کم کار دارم. کجا میری؟ لطفاً بشی با هم صبحانه نوش جان میکنیم. شاید استاد کار داشته باشه، اینقدر اصرار نکنه. استاد جان چند دقیقه بشینه. ما همراه خاله فاطمه کلچه پخته کردیم، بسیار مزه‌دار است. خب درست است، می باشم. مزه کلچه خود چشیدم. بفرما بشی. بشی کلچه ها بسیار مزه‌دار معلوم میشه. خداوند خیرتان بده. نوش جانتان. چی میکنی اوزان؟ چی میخوایی بکنی؟ اما ایره با خاطر فروختن آورده. گم شو از اینجا برو. من ایره بفروشم ها؟ من دیوانه هستم؟ فکر میکنی مردم فریب بهتم ها؟ معلوم دار است. یعنی تو میگی که کسی را فریب نمیدی؟ من ایره با خاطر آوردم که زبانت بلشو گپ نزنی. شرکت صاف‌سودا داروهای را پیشنهاد میکند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشار بلندی، گایمری، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، با مانند پسریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعه نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر با قوت کردن مردانگی داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به صدها درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BTA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک توک صاف‌سودا.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعه نمایید به شما تخفیف کرده می‌شود. دیوانه گپ نزن. اعصاب من خراب نکن اوزان. زود شو اینا را جمع کن. حالا دیگه از اینجا گم شو برو. حالا دیگه برو. مدیر صاحب در دفترش هست؟ نه خیر، مدیر صاحب در جلسه هستن. چه وقت خلاص میشه؟ شاید 1 ساعت دیگه خلاص شد. استاد جانی حتی دیگم براتون بتم. تشکر میکنم زهرا جان، زیاد خوردم. خداوند خیرتان بده، بسیار مزه‌دار است. نوش جانتان. کلچه هایی را که فاطمه پخته میکنه نامدار است. این خود چیزی نیست. یک بار که کشه بخوری باز انگشتای تام همراهش خود خوردی. کدام روز پخته میکنم باز نوش جان خود کردین انشالله. سلام، صبحتان بخیر. صبح بخیر دخترم. خوش آمدی زلال. بیا بیشی. بیا دخترم، بیا اینجا بیشی. بیا. از حادثه خبر شدم. شفا باشه دوران. خوب هستی؟ خوب هستم. گذشت. من بسیار به تشویش شده بودم. صبح وقت بیدار شدم براتان کلچه تندوری پخته کردم. گرم نوش جان کنیم. تشکر دخترم، تشکر. خداوند خیرت بده. چرا خدا به زحمت ساختی دخترم؟ همگی میفهمن که دستپخت تو بسیار مزه‌دار است. بسیار پشت دق شده بودم. اینقدرم تعریف ندارم مادر جان. به خاطر که دوران خوش داره پخته کردم. زلال دخترم نامزد دوران است.
بسیار زود عروسی خواد کردم. واقعا بسیار خوش شدم. تبریک باشه. ملکه خانم استاد دجله و زهراست، یعنی استاد قبلیشان است. راستش دهی روزا مکتب نمیرم، اما دوباره خود رفتم، فقط منتظر خبرشان هستم. انشالله. زهرا جان، میشه اتاق برام نشان بدی؟ میخوایم ببینم. او اتاق نداره، اما میشه که اتاق علی بیادره برد نشان بده. دختر عروسی شده است، البته که همراه شوهر خود زندگی می‌کنه. زهرا، تو در اتاق علی میخوابی؟ بچیم هر چیزتون رفت تا پدرت پیدا میکنیم لطفا. مادر صبر کنین، معلوم نیست که پدرم زنده است یا نه. دزم لازم نیست که شما برین، من خودم میرم. نه خیر نمیشه، ما هم همراهت میایم. میخوایم چوپان از نزدیک ببینم. شما به قصر برین خانم بیادر، ما و آزادم یال اونجا میریم. اگر کدام خبر خوش بود ما برای تول میتیم. آزاد تو مادرت خانه برسان، ما با شرکت میرم. بازاردوی ما یک جا با خریه میریم. درست است کاکا، ما پشتتان میایم کاکا. برای مادر جان. راستش قسم نیست استاد جان، یعنی ما. یعنی چی زهرا جان؟ شما چطوری کار کردن میتونین؟ این هنوز طفل است. اما زهرا خانم رسمی نکاح شده علی است، مثل دگرها تو هم باید این موضوع را قبول کنی استاد محترم. این مسئله قابل قبول نیست. شما هم اشتباه میکنین و هم میخواین بالاش پرده بندازین. تو فعلا نه قاضی هستی و نه کدام استاد. این درس اخلاق خوده برو به شاگردایت بده خانم. نه خیر مادر کلان، شما غلط درک کردین. استاد ملکه به فکر زهرا است، از او خاطری قسم گفت. اگر شما در فکر خود باشین به نفع همگیتان است، به خاطر که جزای کارتان بسیار سخت خواهد بود. او بسیار خودخواه معلوم میشه. درس خود گرفت و رفت، به قصهش نشه. میفهمیدم، من میفهمیدم که پدرت زنده است. همیشه احساس میکردم، اما به شما نمیگفتم، نمیخواستم که شما جگرخون شوید. قسم تمثیل میکردم که گویا او مرده باشه، به خاطر که شما عادت کنید. آزاد پدرت در اونجاست، در اون قریه است، او زنده است. درست است مادر جان، شما تشویش نکنین، من پیدایش میکنم. پدرت پیدا کده پیش ما بیار، دیگه تحمل کده نمیتونم آزاد. درست است مادر جان. بله ملکه. تو چطور اجازه دادی آزاد؟ چطور اجازه دادی که قسم شوه؟ ملکه تو درباره چی گپ میزنی؟ گفتن که زهرا و ولی در یک اتاق میخوابن. ما دیروز از این موضوع خبر شدم، اما این قسم نیست، باور کن. نه خیر، اما قسم است آزاد. نوجین مادر میگفت که زهرا خانم علی است، باید هر دویشان در یک اتاق باشن. ما همراه نوجین مادر گپ میزنم، تو تشویش نکن. تو همیشه این گپا را میزنی آزاد. میگی که من زهرا مواظبت میکنم، تو تشویش نکن، اما میبینم که بازم همه قسم است. زندگی زهرا در خانه بسیار تلخ شده. گوش کن ملکه، قسمی که تو فکر میکنی اوتا نیست. دیگه چیز نگو آزاد، من دیگه نمیتونم بگه پایت باور کنم. خدایا، کاملا حیران هستم که به کی باور داشته باشم به کی نداشته باشم. چطور هستین خانم معلم؟ خوب هستم، تشکر. شاگردا هر دقیقه درباره شما از پدرتان میپرسد. چی وقت بخیر دوباره مکتب میاین؟ گفتین پدره؟ بله،
امروز پدرتان مکتب آمده بود. منتظر مدیر صاحب بود. وقتی که شاگردا دیدن پرسیدن که شما چرا نمیایین. پدرم به دیدن مدیر صاحب رفته بودن. برندگاه مادر شد. کمی آرام شوین. اگر نوجین مادر شما را دیالت ببینه شک میکنه. خواهش میکنه مادر جان آرام باشین. نباید از خاطر ما دیگران ناق جگر خون شوند. نه خردلم نارام از بچه. تو خاطیدی پدرت زنده است. حالا دیگه وقت از دست نده. پیش کاکایت برو. فقط مرا بی خبر نمانین. درست است. خان صاحب در قریه سراغان چی کار دارین؟ خیرت باشه. خبر شدم که دوست قدیمیم ده اونجاست. با دیدنش میرم. معذرت میخوایم شما را بسیار منتظر ماندم. اما چی کنم دیگه جلسه ما طولانی شد. خیر است مدیر صاحب مهم نیست. چی منوشین؟ چای یا قهوه؟ ما چیز نمینوشم میخوایم. سر اصل موضوع بیایم. انشالله که ملکه خانم خوب باشن. وقتی که امروز با وظیفه خود نامدن باز فکر کردم شاید مریض باشن. انشالله اینجا برات خوبتر خواهد شد. ای که ملکه امروز باید کار خودش شروع میکرد که نکرد. از او خاطر میخوایم که شما پشتش ایلا بتین. دخترها ببینین استاد ما آمد. استاد خوش آمدین. بسیار خوش آمدین استاد. پشتتان بسیار دق شده بودین. ما بسیار پشتتان دق شده بودم دخترا. فعلا همه کار دارم. باز بعدن همانتان گپ میزنم. درست است استاد. اگه ملکه بخواه کار خود ادامه بده با زندگیش روز به روز خراب خواهد شد. به خاطر دخترم به تشویش استم. اینجا یک جای مناسب برای او نیست. شما خب اخلاق و آشنایی دارین. او میخواه به هر کس کمک کنه. ملکه در جایی که قانون رعایت نشه نمیتونه آرام باشه. هر لحظه پیش رویش یک مشکل میایه. باز خودش کوشش میکنه که او مشکل حل بسازه. اولین روزی که ملکه خانم وظیفه خودش شروع کردن شناخته میشم. ما برایشان گفته بودم اینجا براتون جای مناسبی نیست. اون گپای دیگه کسی گوش نمیکنه. چیزی که دلش میگه همو تو میکنه. من دیگه هیچ راهی ندارم که دختر خود نجات بدم. نباید به شغل معلمی خود ادامه بده. اما این موضوع بسیار مهمی است. موضوعی است که باید خودشان در این باره تصمیم بگیرن. اگر این صراحت وطن باز دیگه نمیتونن استاد شون. خب ما هم کاملا همه قسم میخوایم. اگر نه دخترم خود از دست میده. بیازی شما هم در این باره کار انجام دادن نمیتونین مدیر صاحب. کاری که شما باید کنین ای است که باید به وزارت معارف بگین که استاد مذکور در درسای خود حاضر نشده. پدر؟ شما چطور این کار کرده میتونین پدر؟ شما چطور میتونین من از مکتب بیرون کنین؟ شما چه قسم یک پدر هستین ها؟ دخترم به خاطر این کار کردم که تو ضرر نبینی. جانم ما تو را دوست داریم از او خاطر. دوست نداشته باشین نمیخوایم. زمرا تو را چی شده دخترم؟ از وقتی که آمدی یک کلمه هم چیز نگفتی. سرم کم درد میکنه. اگه استراحت کنم باز خوب میشم. درست است. برو استراحت کن. شما خوب هستی؟ بله خوب هستم. زنده باشی. ای را برای محبت زهرا.
نمیفهمم که ایره چی شده. ما نمیخوام. میشه دارم بگوی استاد ملکه چی وقت اینجا آمد؟ تو نبودی کو آمد. تو را چطور میشناسم؟ یکی مکتب رفته بودی؟ بله برام درس داد. بانندگه او هم بلای جان ما شده. از روزی که زهرا اینجا آمده هر روز دروازه را تک تک میکنه. از دروازه میبرایه و از کلکین داخل میشه. مادرم همراهش انسانیت کرد و او را به صبحانه دعوت کرد. مادر شما میفهمیدین که پدرم میخواست من از مکتب اخراج کنه؟ ها؟ شما میخواستین وظیفه مزین بگیرین؟ دخترم ما شما چطور این کار کردن میتونین؟ چطور وجدانتان اجازه این کار داد؟ یعنی درباره ما هیچ فکر نمیکنین؟ ما به خوبی تو این کار کردیم دخترم. اگه به این کار ادامه بدی با زندگیت روز به روز خراب خواهد شد. اینجا به تو بسیار خطرناک است. مردم این منطقه بسیار خطرناک و ظالم هستند. هیچ کس به اندازه شما ظالم شده نمیتونه. از اینکه در ضرر بزرگ کسی دیگه برام رسونده نمیتونه. در زندگی بالای کسایی که باور داشتم برام دروغ گفتن. شما من فریب دادین. چرا این کار همراه نکردین؟ ما هر کاری که کردیم به خوبی تو کردیم دخترم. با خاطر که تو را دوست داریم. من این قسم دوست داشتنتان نمیخوایم. این قسم خوبیتان نمیخوایم. در زندگی ما دیگه مداخله نکنین. حتی نمیخوایم که در این خانه هم باشین. گپای ما فهمیدین؟ از اینجا بیرون شوین. من راحت بانین بیرون شوین. موبایلش هم خاموش است. کاکا شما کجاستین؟ رستم و موبایل خود جواب نمیده. باید تنها برم و او چوپان پیدا کنم. تو هم اینجا منتظر باش. آزاد خان باز زنگ زدم خانم صاحب. گوش کنی جواب نتی. بانش که در اونجا سرگردان باشه. برش بگو که موبایلم فراموشم شده بود. سلام علیکم. علیکم السلام. در اینجا کسی به نام رمزی چوپان است. او را میشناسین؟ بله در اینجاست. کدام مشکل پیش آمده آقا؟ امروز کم کار دارم بیادر. میخواستم ببینمش. در اینجا چوپانی میکنه. آخرین بار در ساختمان حاکم خان کار میکرد. شاید در اونجا باشه. او ساختمان در کجاست؟ نزدیک است؟ رو برو آخر سرک. میفهمیدم که پدرت زنده است. همیشه احساس میکردم، اما با شما نمیگفتم. نمیخواستم شما جگرخون شوید. قسم تمثیل میکردم که گویا اون مرده باشه، به خاطر که شما عادت کنید. پدرت در اونجاست، در اون قریه از اون زنده است. جانان من موتر می باشم. تو هم ناوقت نکن. دخترم ما را ببخش. حق با توست. بیشترین ضرر ما با تو رسوندیم، اما تمام میشه.
عذابایی را که ما کشیدیم تمام بشه و عدم تو. من تمامش میکنم. دختر قنده، این نامه رو برات نوشته میکنم به خاطر که نمیتونم گپای دل خدا در مقابلت بگویم. ما در حق تو ظلم بزرگی کردیم که از گفتنش میشرمم دختره. ما هنوزم به خاطر که تو از کار ما خبر نشی هر لحظه به اشتباه خود ادامه میدیم. ما نمیخوایم که تو در اینجا باشی، به خاطری که در اینجا چیزی هست که مربوط تو میشه، چیزی هست که پیش تو بسیار زیاد با ارزش است. بله، دخترته که فکر میکنی مرده او زهرا است. ملکه دخترم زهرا دخترت است. لطفاً علتش از ما نپرس. کاری بود که گذشت، یک اشتباهی بزرگ بود. حالا دیگه هر کاری که کنیم نمیتونیم جبرانش کنیم. راه برگشتی ندارم، میفهمم. اما من دیگه این بار سنگینه حمل کرده نمیتونم. با عذاب وجدانی که دارم خوابیده نمیتونم. از او خاطر با وجود تمام مشکلات این نامه رو برات نوشته میکنم. نمیفهمم که بعد از این چی خواد شد. چه قسم زهرا را از پیش اونا نجات خواد دادی دخترم. ناامید هستم، اما شاید یک روزی ما را دوباره ببخشی. بعد از این فقط به خاطر رسیدن به او روز زندگی خواد کردم. قلب من اینجا پیش شما مانده میرم دخترم. خداحافظ. خداحافظتان. انشالله که همراه دخترت یک جا زندگی بسیار خوشی داشته باشی دختر قنده. از خدا بخوایم که هیچ وقت از هم جدا نشیم. مادرت. بس از دیگه جانان، بس از. چی بس از سمه بگونه؟ چی بس از؟ ما زندگی دختر خودت تباه کرده. یک مادر هیچ وقت از اولاد خود منصرف نمیشه. ما از حد خود گذشتیم. ما نباید مانع استادیش میشدیم، نباید این کارا میکردیم. ما فقط کوشش کردیم که او را نجات بدیم. فکر میکنی کار درستی انجام دادی؟ حالا چی خواد شد؟ نه طرف تو میبینه و نه طرف من. دزمون در اینجا تنها مانده و میری بی انصافی است. خودش خواست قسم شوه. نخیر، او قسم نمیخواست، ما او را مجبور ساختیم. این را قبول کن سمه دیگه، قبول کن. مرا همیاله به خانه گلسوم ببر. تو دیگه دیوانگی را از خود کردی. گفتم همیاله برا پیش گلسوم ببر. همیاله زمرد هنوزم خواب است. نمیفهمم، از اتاق خود هنوز نبر آمده. برو بیبی که با چیز ضرورت داره یا نه؟ میبخشید، مرا مادر کلان روان کرد. گفت ببینم که به چیز ضرورت دارین یا نه. نه خیر، من هیچ چیز نمیخوایم. یکی است. شوهرم است، جمال. هیچ امکان نداره که جمال زنده باشه. چند سال گذشته. شاید این سالا منتظر انتقام گرفتن بودن. بیبی قدیم، زنده بودن جمال به معنی مرگ ماست.
خوش آمدین خاله جانان. خوش باشی الیف دختره. مادرت در خانه است؟ بله در خانه است. میشه که صدایش کنی؟ انشالله خیرت باشه جانان خانم. چی شده؟ گلسوم میشه که چند دقیقه گپ بزنیم؟ میخوایم برای یک گپ بگویم خواهر جان. الیف دخترم تو چند دقیقه در اتاق دیگه برو، درست است؟ بفرمایین جانان خانم بشینین. لطفا جانان خانم مرا نترسانین. نه که زهرا را چیزی شده ها؟ آمدیم که هم نزد تشکر کنم و هم خوشی کنم خواهر جان. نه که شما جای میرین؟ بله، ما دوباره به استانبول میریم، اما ملکه در اینجا می باشه. بیبی گلسوم، ما دیگه به آخر کار خود رسیدیم. تا حاله به نواسم مادری کردی، او را مثل دختر اصلیت فکر کردی. دیدیم که الیف و زهرا هیچ کدامشان برات فرقی نداره. ما فقط او را به دنیا ناوردیم و بس. وقتی که تب میگرفتش باز شب تا صبح بالای سرش میشیشتم. وقتی گریه میکرد همراش گریه میکردم. میفهمم گلسوم، از او خاطر فکر کردم که تو هم باید ایرا بفهمی. چی را؟ ما کل چیزه به ملکه گفتم، یعنی برش یک نامه نوشته کردم. ده اون نامه کل چیز نوشته کردم. مطمئن هستم که ما را نمیبخشه. شاید نخواهد چهره ما را ببینه. ایره میفهمم. تو هم دیدی که ما نتونستیم رابطه او و زهرا را از بین ببریم. اونا فقط چند سال از هم دیگه دور بودن و بس، دیگه هیچ چیزی نه. تو چی کدی جانان خانم؟ زهرا خود دختر ما است. گلسوم، زهرا دختر تو نیست. او دختر ملکه است. او دختر ملکه‌ای است که ما به زور اونا را از هم جدا ساختیم. تو هیچ گناه و هیچ اشتباهی نداری، میفهمم، اما ملکه هم هیچ گناهی نداره. ما دیگه نمیتونیم این بار سنگینه برداریم. زهرا دختر ملکه ما است. بیازو اونا زهرا را از تو گرفتن، از تو جدا ساختن. اگه ملکه خبر شود شاید که زهرا را نجات بده. تو چی کدی جانان خانم؟ اگه اونا درباره زهرا خبر شود باز تصمیم خودت تغییر میتن. فرمان مرام از بین میبرن خانم جانان. گلسوم، قسمی که تو نمیتونی اولاد خود از دست بدی، مام نمیتونم اولاد خود از دست بدم. فقط خواستم ملکه بفهمه. جانان حالا دیگه گلسوم لطفاً مرا ببخش. ایران فراموش نکن که مام یک مادر است. حالا دیگه هر چیزی که بگویم فایده نداره خانم جانان. بیازو تو آتش روشن کردی و خودتم باید خاموشش کنی. از کلتان بسیار معذرت میخوایم. جمال،
ما را خو از بین خواد بردی خانم جانان. ملکه را خو به زهرا میرسانی، اما بچه ما از من خواد گرفتی. من هیچ کسی ندارم خدایا، بازم تنها مانده. هیچ کسی ندارم، بالای هیچ کسی اعتماد کردن نمیتونم. تو جمال نیستی؟ ما جمال نیستم بیادر، نام ما رمزی است. وقت جمال صدا کردین فکر کردم شاید نام ما را غلط کردین. ما را ببخش، تو را با کس دیگه اشتباه گرفتیم. برو تو به کارت برس. ما از شما یک گپا میپرسم کاکا. این جوشن از شماست؟ بله ای از ما بود. در هنگام چراندن گوسفند کو یک شخص به نام حسن پیشم آمد. وضعیتش بسیار بد بود، از این بسیار پشیمانم بود. نمیفهمم چی کرده بود، میخواست فرار کردن نجات پیدا کنه، اما ای توان نداشت. بالایش دلم سوخت و ای را برش دادم تا ازش محافظت کنه. خوب، شما ای را از کجا پیدا کردین؟ از آدم به نام غریب گرفتم. غریب؟ در این محله یک شخص به نام غریب وجود داره. یگان وقت اینجا می آیا از امو گرفتم. غریبه را که شما میشناسین امی است؟ نه خیر، هیچ با او شباهت نداره. او بیچاره واقعا غریب بود. میگفت هیچ کسی را ندارم. او قبول دارم نبود، زیاد صحبت هم نبکرد. شخصی را که میپولینی نیست. میبخشین که مزاحمتان شدیم. دروازه را باز کنین. مادر دروازه را باز کنه، با من کمک کنه. زهرا، زهرا این دروازه را باز کن. حتی فکر باز کردن هم نکنی، هوش کرده باشی. اما کانادا را خاله فاطمه. زهرا، زهرا دروازه را باز کن. داخل اتاق قفل مانده حقیقه بسیار بد است. یه حالت سرم تیز شده. بان که قفل مانده قصهش نشو. اگر نی باز کدام دیوانگی کده به خود ضرر خاطر رسان. لطفا دروازه را باز کنین، زود باشه. لباسارم رفتم عوار کردم. به خدا بسیار خسته شده، دیگه توان ندارم. سرم بسیار درد میکنه. از خستگی کم است بمرم. ببینید تمام کارهای خانه را خلاص کردم. امروز یک بار به دیدن مادرم برم. اجازه تان است؟ کجا میری مادر؟ به دیدن خواهر میری؟ مرام ببر خیر است. بازار میرم دخترم، پیش پدرت میرم کار دارم. تو دم اینجا همراه برفین خانم بیادرت باش. بچیم کجا میری؟ بیرون. گوش کنی که شونا وقت نیایی، امشب زلال میایه. ای گپ دیگه از کجا شد مادر؟ توبه توبه، بچه امشب در مورد تاریخ عروسی گپ میزنیم. ما آمدن نمیتونم براشان بگوین که ناحق اینجا نیاین.
دوران این گپ بسیار طولانی شد. امشب با هم گپ زده فیصله میکنیم. درست است. پس شما این کارا کنه. تو هم باید اینجا باشی دوران. صدای من بشنوین. کسی اینجا نیست دروازه را باز کنین. زهرا، زهرا تو کجاستی؟ زهرا اینجا است علی. به چیزی ضرورت داری؟ دروازه را باز کن زهرا. زود باش، عجله کو. ده اینجا نفس کشیدن نمیتونم. باز کردن نمیتونم علی. بسیار تاکید کردن که باز نکنم. گفتن هوش کنی باز نکنی. زهرا ده اینجا خاط مردم، چرا نمیفهمی؟ نفس گرفتن نمیتونم زهرا. با من کمک کو، لطفاً کمک کو. علی خوب هستی؟ بگی دخترم، نوش جانت. دستای من یک بار ببینین. این دستای مقبولم به یک تخت چوب تبدیل شده. از بس کار کرده. تمام کار خانه سرم است مادر. و خوشی به وجدانم یک دقیقه نمیمانه که استراحت کنم. هر دقیقه یک کار نو هیچ بیکار نمیشم. دیگه توان احساس شدن برام باقی نمانده مادر. خب دیگه اگه به قصر هاشم خان میرفتی بازو وقت دستت با آب سرد و گرم نمیخورد، کلش از خاطر خودت است. تمام روز یک پهلو افتیده استراحت میکردی. خود کدرانه دردستونی درمان. مادر جان لطفا خواهش میکنم مرا به قصر بخواید. همراه فرمان در اینجا باشیم. ما در خانه دیگه تحمل نمیتونم. کاری که امکان نداره بار بار تکرار نکو دختر جان. این گپ امکان نداره، نه خدا خسته نساز. تو در خانه راشد باید باشی، فهمیدی؟ بس سر رایم پس شو کلش به خاطر تو است. خدا تو را لعنت کنه از روزی که در این خانه قدم ماندی. من هیچ روز خوبه ندیدم. لعنت کنه. علی؟ بس شما نفرت دارم. مرا مثل یک حیوان در اتاق قفل کردین. تقصیر من چی بود ها؟ گناه من چی بود؟ مرا خو خیره سونا چی گناه داشت؟ علی بچه، هنوزم شما متوجه اشتباه خود نشدین؟ متوجه نیستین که چی گناهی را مرتکب شدین؟ ها؟ حالا باید جزای خود ببینین. ما باید جزای کدام کار ببینیم ها؟ چرا باید جزا ببینیم؟ این ظلم به خاطر است که ما رسم رواج قریه را قبول نکردیم. همونطور است؟ شما از ما چی میخواین؟ به رسم و رواج و به اجدادتان کم احترام قائل شوین. تو متأهل هستی همراه کسی دیگه گپ زدن یا نامه نوشتن چی معنا داره ها؟ اون نامه قبل از عروسی ما نوشته شده بود. بعد از عروسی بس اونها هیچ نامه نوشته نکرده. حتی طرفم سایلام نکرده. شما گناه یک دختر معصومه به گردن میگیرین. علی بچه،
حالا داخل برو کم استراحت کن ها. تو گفتی دختر بیگناه؟ آه جانه، گفتی همراهت هیچ گپ نزده؟ دلم برش سوخت. ما با چشمای خود هر دوی تا ندیدم. زهرام اونجا بود. راشد کجاست؟ میفهمین که کجا رفته؟ نه خیر نمیفهمم کجا رفته. موبایل خودم در اینجا مانده، نمیفهمم که یه آدم کجا رفته باشه. بعد از اینقدر وقتا چطور امکان داشته میتونه؟ براتان گفتم ناحق امیدوار نباشین. بیبی بازم کسی که جگر خون میشه شما هستین. مادرت بیچاره دوباره امیدوار شده. کاکا چرا منتظر من نماندین؟ قرار بود با هم یک جا بیاییم. چند بار براتون زنگ زدم اما جواب ندادین. اگه او پدر تو است بیادر ما میشه. تحمل کده نتونستم. عاجل اینجا آمدم. خواستم زودتر از تو او رو پیدا کنم. فکر میکنی حسرت جمال فقط شما میکشین؟ قلب من به خاطرش میتپه. انوزم وقت تو یا مادرت میبینم با فکر جمال میفتم و دلم میسوزه. کاش که وام زنده میبود و امرای ما یک جای میبود. ده قدر سالا تنها مسئولیت خانه به دوش من مونده. بسیار خسته شدم. عمرم تمام شد. دنبال یک امراض میگشتم. همیشه به جمال ضرورت داشتم. کاکا من نمیفهمیدم که شما پدرم قدر دوست دارین. البته که فهمیده نمیتونی. هیچ کس نمیفهمه بچیم. چون که محبت من ابراز کده نمیتونم. اگه من درد بکشم مادرمم شما بیشتر درد میکشین. از این خاطر شما یادگار جمال به ما هستین بچیم. از همین خاطر اینجا آمدیم. خواستیم قبل از شما ببینم تا شما به ناحق امیدوار شده جگر خون نشین. خدا ازتون راضی باشه کاکا. حالا دیگه بیا که بریم آزاد بچیم. درست است. کاش و حالتشان هم میدیدن مادر. کم بود هر دوشان از هیجان پرواز کنن. خدا میفهمه چقدر وقت میشد که بیچارگکا همدیگر ندیده بودن. اما کل گیره فریب دادن. یا هم همراهشان بود. از اونا نگهبانی میکرد. باز علی ایره خانه مادرش روان کرد. خودش همراه او تنها ماند. بازم میپرسی که چی گناه کردیم ها؟ شما هیچ شرم ندارین؟ پس تو برشان گفتی این کار تو بوده. حال تو را از بین میبرم برفین. چی میکنی دختر میلاکو؟ علی میلاش کن بچه. دختر میلاکو تو حسابی کارت خود پرداختی برفین خانم. ما برات میگم میلاش کو. علی کار نکو بچه میلاش بده. تمامش به خاطر تو شده. زندگی سونا ما و زهرا را تو دبا ساختی. ایره با اتاقش ببر. قفلش کو. نمیخوایم ببینمش. علی قربانت شما بچه، لطفا آرام باش. همراه ما بیا داخل بریم. حالا زهرا تو هم به اینا کمک کو. زود شو. برات نشان خود دادم. تو رهایت نمیکنم. حساب کارایت خود دادی. پس شو زهرا. هم گناهکار است و هم گپ میزنه. بچه تو چرا این کار کردی ها؟ او هم در پیش چشمای نوجین مادر کلش گناه اوناست. زندگی ما را تباه ساختن. هیچ نمیبینین مادر که هر کار و هر گپشون به ما غم میتن مادر. اما این کار تو هم درست خو نبود بچه. چطور میتونی با سونا ملاقات کنی؟ رسم رواج نمیفهمی؟ لعنت به این رسم رواجتان. لعنت مادر. ما هم روی سونا یک بار ملاقات کردم. بیازو بعد از عروسی سونام نمیخواستم رایم ببینه و گپ بزنه. چرا با ما باور ندارین مادر؟ لطفاً
راست میگم مادر جان، من شاهد هستم. اگر راز بگویه یا دروغ بگویه حال دیگه هیچ کار کردن نمیتونیم. این موضوع بسته شده. دیگه سونا رو فراموش کن. فراموش کردن نمیتونم مادر، نمیتونم. من یک قسم یک کار کردن نمیتونم. بدون او زندگی نمیتونم. از این زندگی خسته شده مادر. همگی مرا مقصر فکر میکنن، همگی مرا متهم میسازن. این چه قسم زندگی است؟ کاکایم زنگ زده. تو کجاست یادیا؟ 10 بار زنگ زدم جواب نمیتین. شما کجا هستین؟ کی آرام میباشن که صدای زنگ بشنوم؟ از دستشان دیوانه شدیم قدیم. بر صورت خبرهای خوش دارم. با قریه آمدم. عمر جمال نبوده، یعنی که کدام مشکل بر ما پیش نخواهد شد. زنگ زدم تا دل جمع شوم. ها خوب است. بان که زمرد با جنجال اولاداش مصروف باشه قدیم خان. کجاستی؟ تو کجا رفتی راشد؟ چرا دیر کردی؟ اگه بالای ما سنگام بباره تو خبر نخواد شدی. خیرت باشه. نیم ساعت میشه که اینجا منتظرت هستم راشد. چرا منتظر هستی؟ من خب بیکار نیستم که اینجا بشینم. از کارگاه قدیم خان نظارت میکردم. حالا فهمیدی؟ از کجا بفهمم؟ به خاطر تو به من که عقل مانده راشد. گفتی عقل؟ عقل فکر میکنی قبلا هم داشتی؟ تو بخند و خوش باش. بیازوی آخرین خنده هایت هست. چی گپ از چی شده؟ ها تو نمیفهمی خانم جانان. همه چیزا به ملکه گفته راشد. ملکه فهمیده که زهرا دخترش از حال چی خواد شد. چی؟ تو چی میگه گلسوم؟ چی ها؟ سوختیم تباه شدیم. اگر کرمانی از این گپ خبر شون در فرمانه ما را همراهش از بین خواد بردن. تو چرا مانعشان نشدی زن؟ راشد چی میشه؟ یک کار کن. به قصه جان خود نیستم اما لطفا فرمان نجات بده. مال چی کده میتونم زن؟ ما را از بین میبرن. فقط یک کار میشه، فقط یک کار کده میتونیم. رفته پیش مالکه اوزار میکنیم، در دست پاش خودم اندازیم، میگیم که منصرف شو. با کرمانی ها چیز نگو. به نظرت قبول خود کرد؟ فکر میکنی ملکه دختر خود در اونجا میمانه راشد؟ من چی بفهمم زن؟ دیگه کاری خو از دست ما ساخته نیست. میریم پیشش اوزار میکنیم، زاری میکنیم. این دیگه از کجا شد؟ تو دختر اینجا چی میکنی؟ برفین خواهرم به قصر رفت پدر. به خانه تنها بدون بسیار ترسیدم. همیشه برای من مشکل جور میکنین. من زودتر کدام مشکلتان حل کنیم. دیوانه خود شدم از دستتان. او خدای من این جنجاله با خلاصی نداره. حالا حرکت کنین. حالا بیاین که بریم. حالا نه خیر، من نمی بازم. به هر قیمتی که شده باشه، حتی اگه کاملا تنها باشم، کسی کمکم نکنه، به خاطرش مبارزه میکنم. چطور همراهم که دانسته؟
همراه تق تلفی کردم زهرا. گناهی تا گرفتم. تو براشون نگفته بودی. کلش گناهی و برفین احمق شیطان بوده. کارهایی که با ما کرده بود کافی نبود که حال زندگی سونارم تباه کرد. حقت ببخش زهرا. حقم بخشیدم. یعنی من از تو ناراحت نیستم. تو از کجا میفهمیدی دیگه؟ زهرا با من کمک کن لطفا. هرچی شنیدی برام بگو. نمیخوایم که سونارا چیز شوه لطفا. خدا میفهمه که فعلا در چی وضعیت است. ای چه قسم وضعیت است محمود؟ در بازار کسی برای چیزی گفته؟ جمشید سونارا خواستگاری کرد. او سونارا به خودش میخواه؟ یک دختر نامبدکی میگیره دیگه. گناه دختر من ناق گرفتن، نام و بختش تاریک ساختن. خداوند جزایشان بده. وای وای. تو برش چی گفتی؟ نگفتی که دختر من بیگناست. میگفتی که دختر من پاک است محمود ها. نگفتی که من دختر من به تو داده نمیتونم. برش چی میگفتم قدریه؟ سرمان بلند کده نتانستم. گفت که منتظر است تا دوباره بازار رفته امروز در مورد تاریخ عروسی گپ بزنه. سونای بدبخت من. سونای بدبخت من. دختر مقبول من خانم او جمشید و سفید پیرکی خواد شد. شما چه قسم وجدان داره؟ شما چطور این کار همراهم کرده؟ شما چقدر مردم ظالم هسته؟ تو بازم با کدام روی در مقابل من میایی ها؟ تو چه قسم آدم هستی؟ راستش استاد ملکه با معذرت خواستن آمدیم، ما رو ببخشید. ما واقعا نیت بد نداشتیم اما پس تو نیت بد نداشتی. تو مقصر تمام بلاهایی هستی که بالای زهرا آمده. ما نمیخواستیم که قسم شوه اما دیگه چاره نداشتیم باور کنید. تو چطور از این آدم بازم در مقابل من دفاع میکنی ها؟ این آدم کم بود که دختر خود از بین ببره و تو بیاین که در داخل گپ بزنیم. برو ایلیف جان، تو با اتاق ما برو دخترم. رسم بکش، درست است؟ ایلیف جان، ما برات رنگای مقبول میتم. بیبی در سر میز کاغذهای سفید هم از سونارم بگی. بگی آفرین ایلیف جان. بیا که بریم. شما هم بفرمایین بشینیم. خبر نداره. ها استاد ملکه، میفهمیم که بالای ما بسیار قهر هستین. خب میفهمیم شما مقبه جانب بودین اما چرا باید گوش کنم ها؟
تو چه قسم یک پدر هستی که کوشش از بین بردن دخترت کردی؟ به زهرا هیچ دلت نسوخت؟ انسان همراه دختر خود قسم کردن میتونه؟ نمیتونه. نباید بکنه. یعنی شما از خاطر بالای من قرستین؟ یعنی قهرم نباشم قسم وانمود میکنی که هیچ اشتباهی نکرده باشی؟ نه خیر، البته که اشتباه است. یک اشتباهی بسیار بزرگ است، اما شما را درک کرده نتونستم. حتی پدر و مادرم همه میگن که اولادای خدا بسیار دوست داریم، حاضر هستیم به خاطرشون جان بدیم، اما چی کارهایی که نمیکنن. اونا به خاطر تمام خوبی‌های من از کارم اخراج کردن. خانم جانان به شما چیزی نگفته استاد ملکه؟ نه خیر نگفته. از محکمه برام نامه آمده که من دوباره به مکتب رفته کار خدا ادامه داده میتونم، اما دلیلش برام نگفتن. آزاد چی شد بچه؟ نه خیر مادر، کسی را که جوشن داده بود پیدا کردم اما اون نیست. خب او جوشن از کجا پیدا کرده؟ چیزی نگفت؟ گفت که در قریه یک شخص است که عسل میفروشه. خب عکسش برش نشان دادم، گفت که این نیست. خب مادر جان گوش کنین، جگر خون نشین. کلگی ما میفهمیدیم که قسم میشه. باز اگه پدرم میبود پیش ما نمی آمد. پدر زنده است آزاد، من مطمئن هستم. در خوابم آمد، گفت که کم مانده صبر داشته باش، گفت خود به شما میرسانم. نمیفهمم که کجاست و تا هنوز چرا نامده، اما احساس میکنم در نزدیک ماست. پدر زنده است آزاد. خواهش میکنم از پالیدن پدرت منصرف نشو. اگر لازم شد برو تمام جایها را بپال، از همگی بپرس بچه، اما پدرت پیدا کن. بچه شما مادر جان، اگر راحت میشین به خاطر شما ای کارا میکنم. بچه گلم. مادر جانم ها. پدرم از زیاد دوست داشتن اما تو نیست. شما چطور میفهمین که پس به مکتب رفته میتونم؟ ما چطور میفهمیم؟ راستی خبر شدیم دیگه. گلسوم خبر شد. خانم جانان وقتی که از اینجا میرفتن یک بار به خانه ما سر زدن، باز در این مورد با هم گپ زدن. ما هم قسم خبر شدیم. بی از جز من دیگه همگی از کل چیز خبر دارن، تنها من بی خبر هستم. خب دیگه استاد، به هر صورت تشویش نکنین. مادر پدرتان خو رفتن، شما در اینجا تنها هستین. اگه به چیز ضرورت داشتین بدون از اینکه بشرمین به ما بگوین. درست است؟ درست است. زنده باشین. ببینید استاد ملکه ما رسم کشیدیم، مقبول آمده؟ بسیار مقبول آمده. اینا کی هستن؟ شما و خواهرم هستین، به شما کشیدیم. تشکر میکنم ایلیف جان. ایره در یک جای خوب نصب میکنم. خب دیگه با اجازه تان ما میریم. بیا دخترم بیا، روزتان خوش. تو آمدی؟
ظرفت همراه تا بدی؟ بگی تو تفسیر اصلا نمیفهمی مرجان. قلب صاحب خانه که مهمان دوست داره همیشه نورانی است. قلب مهمان به دست آوردن و عزت او را کردن از اصل کردن شیرین تر است. قلب مهمان از یک موم نازک تر است. بعد از تو کی خاتمه؟ غیبه فقط خدا میفهمه. کار ما فقط انتظار کشیدن است. خداحافظ. پدر حضور میکنم مرا به او آدم نده لطفا. قسم میخورم به من باور کنین که هیچ کدام کار بدی را انجام ندادیم پدر جان. نه خیر آزاد پدر خود گفته بود که اگه میخواین به یک جای دیگه برین به شما کمک میکنم. خواهش میکنم به یک شهر دیگه بریم. کافیست که مرا به او آدم نده نگه میمرم. تلفن جواب بده. اگه جمشید زنگ زده باشه چی؟ تو یک بار جواب بده. بله بچیم سرحد جان تو هستی؟ چطور هستی جان مادر؟ نه خیر کوشش کارام باشی. کدام کار دیوانگی انجام ندی بچیم. فکرت باشه درست است. متوجه خود باشی قند مادر. سرحد پدرت هم اینجاست. هرچی لازم باشه انجام میده. بچیم گناه خواهرت نگی به گپم باور کن. قربانت شبا این کار نکو. ارگه بره که شونیدی دروغ است. سرحد بچیم تو چی میگی؟ میگم دست اونا را از بین میبرم. صبر کو بچیم. سرحد گوش کن. گوش نکدم تو نیست. باز میگن که فرار کرد از اینجا بریم. از بچت کجا فرار خواد کردی؟ سرحد آمده و ما را پیدا نخواد کرد. باز وقت چی کنیم ها؟ بله جمشید شب منتظرت هستیم. بفرما بیا. اگر شما کدام مشکل نداشته باشین ما آینده نکار بسته میکنیم. مناسب است. ابی از زبان دوزه کافی منتظر ماندن. هیچ کم بودی باقی نیست. همه که لباس عروسی زلالا فرمایش بدیم کلی چیز تکمیل میشه. ما وقت رنگش انتخاب کردیم. خب پس فردا صبح زود رفته کارای نکاره بخیر شروع میکنیم و بعدن زلال دخترم هر قسمه که میل و خواستش بود لوازمش خریداری میکنیم. خب پس دی قریه عروسی های زیاد انجام خود شدم و تا نیست. پیشترم روی جمشید گپ زدم. دختر محمود سونا را خانم دوم خود میگیره. برم یک گلاس آب بیار عروس کوچک. حالا خب پس تبریک باشه. ایره ببین با شکل دیگه گناهی دختر خود پوشانده نمیتونستن. او را خود نمیتونستن که عروسی یک بچه خان بسازن. لیاقت امیره داشت.
قاسمی زنگ زدی راشد؟ زنگ زدم اما تلفن خدا جواب نداد و قطع کرد. من خو هیچ نفهمیدم که استاد ملکه چطور از این گپ تا حالا خبر نشده. خانم جانان خب به من دروغ نمیگه راشد. خانم جانان دروغ نمیگه، راست میگه. و هیچ مشکل نداره، تو مشکل داری، گپش غلط شنیدی. یک ذره عقل نداری، یک ذره عقل نداری. برام گفت که به ملکه گفتم. او خبر داره که زهرا دخترش از راشد. من دیگه از کجا بفهمم که چه قسم گفته؟ خب اگه تا حالا میفهمی چرا دختر ما گفته میرفت. ملکه هنوزم زهرا را دختر ما گفته میره. پیش روید گفت نه که نشنیدی. باش با قاسمی زنگ میزنم. هیچ حوصله غذا خوردن ندارم سمی. ما هم اشتها ندارم جانان، اما نباید معده خود خالی نگاه کنیم، ضرر داره. این دیگه از کجا شد؟ چی گپ است راشد؟ سلام واسه سلام، سفرتان چطور بود؟ خوب بود؟ با تو چی راشد؟ یک گپ میپرسیدم. خانم جانان اونجاست، خانم میخوای امراج گپ بزنه. گلسو میخوای امراج گپ بزنه؟ بله گلسو. خانم جانان شما او روز برام گفتین که همه چیزه با استاد ملکه گفتین، همه تو نیست؟ بله برش گفتم. ها اما ملکه خو هیچ چیز نمیفهمه. من امروز گپ زدم. چطور؟ مستقیم برش نگفتم، از طریق نامه نوشته کردم. یعنی تا حالی او را نخونده. ها درست است، فهمیدم خانم جانان، فهمیدم. چی شد؟ دارم میگم زن چی شد؟ با او یک نامه نوشته کده بود راشد. یعنی هر لحظه امکان داره که او را پیدا کده بخونه، امکان داره از حقیقت خبر شود. گفتی نامه؟ بله نامه. پس این کارم حل میسازم گلسوم. برو کرتیمه بر، لق لق سایل نکو، برو کرتیمه بر بخی. بله آزاد. وقت داری که گپ بزنیم؟ اگه گپ نزنیم عصبانی خو نمیشی؟ عصبانی میشم. ما حیران ماندیم که بعد از این سر کی اعتماد کنم و سر کی نکنم. گوش کن ملکه، اگر در مورد موضوع علی و زهرا گپ میزنی راستش ما فقط دونه آزاد پدرم، پدر اصلیم، نامه را که محکمه فرستاده است و پنهان کرده باورت میشه؟ در نامه چی نوشته شده؟ تصمیمشون چی است؟ گفتن تا وقتی که تحقیقاتشان تمام نشده لازم نیست که تحت نظارت باشم، میتونم به تدریس خود ادامه بدم. اما به خاطر که نامه را گرفته به مکتب نبردیم، کم از که وظیفه خود از دست بدم. گوش کن، امرای مدیر گپ بزن، برش بگو که اون نامه به دستت نرسیده بود. کافی است یک بار به مکتب مراجعه کنی. فهمیدی؟ شاید تو نمیفهمی آزاد، اما کارهای رسمی قسم نمیشه. پدرم بر علاوه که دوباره برام چیز نگفته، رفته به مکتب اظهارات داده که دخترم دیگه به مکتب نمیآید. حالا تو بگو چی کنم؟ من تنها وظیفه خدا نه بلکه اعتبار خودم از دست خود دادم آزاد. دیگران خوبانه تو پدرم نمیخواد که برم. حیران هستم که بالا کی اعتماد کنم. ملکه لطفاً کمی آرام باش. میبخشی تو رم پریشان ساختم. تو چی کردی؟ علی هنوزم همراه زهرا در یک اتاق میباشن؟ من همراه نوجین مادر گپ میزنم. با گپ زدن همراهش چی تحقیقات کرد؟ او هر کاری که دلش بخواد انجام میده و گپ تو گوش نمیکنه. ای دختر بدون خدافیزی هر بار تلفن قطع میکنه. خاله فاطمه. بله دخترم. سونارا با او آدم پیرخواد دادن؟ یعنی همه آدمی که نامش جمشید است؟ ها دخترم، اما علی خبر نشه. اگر نیو باز کدام دیوانگی خواد که دخترم زهرا مشکنی برش نگویی، درست است؟ داخل آمدم میتونم؟ بیا بیادر بیا.
چطور هستی علی؟ به نظر چطور معلوم میشم؟ گوش کن، ما درباره زهرا امرای نوجین مادر گپ میزنم. گپ زدن چی فایده داره بیادر؟ از روز اول تا حال گپ زده میری چی شد بیادر؟ کدام چیز تغییر کرد؟ نکت نه؟ فقط رسم و رواج میگن و بس. سونا تباخات شد بیادر، قربانی بدی او است. شما میبینین گور از بین ببرن؟ ما امرای محمود بیادر گپ زدم، گفتم از اینجا برن، کوچ میکنن. بیادر قربانت شو، قسم گپ نزن که نمیفهمی. هر جایی که بخواین برن این رسم رواج پشتشون راه نخواد کرد، باور کنین. هر حداقل امتحان خواد کردن، یعنی یک راه حل پیدا میکنن. باز من چی خواد کردم ها؟ بدون سونو چه قسم زندگی کنم؟ علی موضوع همی است. بعض اوقات خاطرات یک دوست برای ما کافی است، به خصوص اگر معشوقه باشه، اگه کار به خیرش باشه، به خوبیش باشه. پس اجازه بده که بره تا ما میره میخوایی که خوب باشه. تو به خاطر که او را زیاد دوست داری ای دوری را تحمل میکنی، با وجودی که میفهمی قلبت هم با خود میبره. عاشق شدن به معنای انتظار کشیدن است. به خاطر معشوقیت باید هر قسم مشکل تحمل کنی. عوض زود گذر است، اما عشق جاودانه است. وقتی عاشق شدی گوشه‌نشین میشی. به خاطر که به معشوقیت ضرر نرسه باید خاموش باشی. بعضا خاموش بودن و دوری کردن از معشوقه بهترین کار است که انجام میدی. به نظرت خوب معلوم نمیشه اما باید این کار کنی. بعضا باید به خاطر خوبی او ترکش کنی. امیره عشق میگن. چی شده؟ قرار نبوده اتاق دیگه استراحت کنی؟ با گرفتن او آمدیم. زهرا بگو علی. اگه درباره سونا چیز شنیدی خواهش میکنم برام بگو. بیادرم هم گفت که از اینجا کوچ میکنن. ما باید نشانی خانه جدیدشان پیدا کنم. نه خیر، چیزی نشنیدیم. تاریخ عروسی رو چی وقت تعیین کنیم؟ هرچی عاجل باید تعیین شوه محمود. هفته آینده محفل حنا و بعد از او عروسی. چرا قزود؟ قدیه خانم، من به خاطر خوبی شما میگم. یک بار نامتان خدشه دار شده. میخوایم هرچی عاجلی عروسی رو کنم تا دهن مردم بسته شوه. جمشید راست میگه قدریه. هرچی عاجل باید عروسی صورت بگیره. مالا را روان کردین یا نی؟ روان کردیم مادر جان. ای بچه را چی شده؟ حتما چیز شدیش که رفتارش تغییر کرده. هیچ خوش ندارم. هدیه فهمیدی؟ چیزی نیست مادر جان، پریشان است. در روزهای آخر شاید مشکلات زیادی بودم، خسته شده. جوان است دیگه، درکش کنه. در ضمن از وقتی که آزاد به کارهای شرکت کمک نمیکنه تمام فشار بالای دوران آمده. مادر شما خودتان خو میفهمین که دوران با تصمیم شما هیچ وقت مخالفت نمیکنه.
خوب است. خدا کنه همه قسم باشه. بفرمایید مادر جان. زنده باشی. مادر کلان با هم گپ زدن میتونیم؟ خیریت است آزاد؟ زهرا و علی را چرا در یک اتاق ماندین؟ مادر کلان اونا هنوز طفل هستن. در یک اتاق خوب نیست که با هم زندگی کنن. اونا زن و شوهر هستن آزاد. با هم عروسی کردن. باید در یک اتاق باشن. وقت ما برشان روی خوش نشان دادم از حد خود گذشتن دیگه. حال بیادر طبیبی که در حق سونا چی کرد؟ بیبی آزاد علی فراموش کرده که متأهل است. تو آمدی از او طرفداری میکنی؟ مادر کلان ما از هیچ کس طرفداری نمیکنم. قسم گپ میزنین که مرا هیچ نمیشناسین. شما با ما یاد ندادین که هر کار درست بود رو انجام بدین. همیشه حقیقت بگوین. ما می کار انجام میتم، اما این کارتان درست نیست. اما به نظر تو علی کار درست انجام میتم؟ مادر کلان من نمیخوایم چیز بگویم، اما اونا هنوز طفل هستن. زهرا را از سر گودی بازی آوردیم و عروس ساختیم و علی همچون هنوز طفل است. مادر کلان ما تصمیم خود گرفتیم آزاد. حتی اجازه برشان کم است. مادر کلان معذرت میخوایم، اما این کارتان هیچ درست نیست. خدایا تو برم صبر بده. چه قسم انسان است. توبه توبه. هیچ خسته نمیشه استراحت کو. آزاد؟ وقت زنگ زدی از صدایت احساس کردم که خوب نیستی. چیز قابل تشویش نیست. کل چیز در موبایل برات گفتم. بیا که بیرون بریم، کمی راحت میشه. هم قدم میزنیم و هم گپ میزنیم. هیچ حوصله بیرون رفتن ندارم. خوب است. پس تو برام یک کمپل بیار که خنک نخورم. اینجا استراحت میکنم. بیا زو. در شبا هوا بسیار سرد است. تو هیچ منصرف نمیشی یا تو نیست؟ از تو یاد گرفته ملکه. منصرف شدن هیچ خوش ندارم. صبر کن میایم. درست است، زود بیا. بره.
کور از خدا یک چشم میخواست خدا برش جتا داد. وقت خوش، حال وقت مست. بله بله تو فیره که برات روان کده بودم خوشت آمد؟ تو کی هستی احمق؟ ها؟ کی هستی؟ دوران چی گپ است مادر؟ چرا در این روزا لبرویت کشال است؟ ها؟ فقط که به زور تو عروسی میکنیم. تمام روز حتی یک بارم به چشم زلال نگاه نکردی. عقلت به سرت بگی بچیم. بیبی نوجین مادرم از کارایت راضی نیست. از ما و پدرت یک عالم سوال کرد. به هر صورت گوشای خدا خوب باز کو بچیم. بازم آزاد به خاطر اون معلم صاحب همراه نوجین مادر گفتگو کرد. فکر و هوشش طرف اون معلم است. آزاد با پای خود تیشه میزنه. اما رفتار بد تو هم از چشم نوجین مادر پنهان نمیماند دوران. وقتی فردا به خاطر کارای نکاح بیرون رفتین دل او دختره به دست بیار بچیم. اگر نه باز میدان به آزاد خالی میمانه. نوجین مادر به خاطر بخشیدن آزاد بهانه میپاله. تو هم کمی فکرت به سرت بگی. تو هیچ تشویش نکن. من زهرا را از اتاق علی به اتاق خود جا به جا ساختم. بعد از اونجا زندگی خود کرد. اما تا چی وقت؟ بیبی آزاد، اگر ما قبول کنیم یا نکنیم زهرا عروس او خانه است. خانمون کاشده علی است. امروز درست است. اما اگر فردا نوجین مادر دوباره بخواهد که علی و زهرا با هم یک جای باشن باز چی خواهد شد؟ تو مانع شدن میتونی؟ موفق شدن نتونستیم. باختیم آزاد. تا وقتی که ما در او خانه استم هیچ کسی کار به حق زهرا کده نمیتونه. تو راحت باش. به ما اعتماد کن. خاطر علی بسیار پریشان هستم. بعد از من حال نوبت قربانی شدن سونا هست. او با کس عروسی میکنه که همسن پدرش هست. سونایی را چه قسم تحمل خواهد کرد؟ وقت علی از این گپ خبر شود چی خواهد شد؟ نمیفهمم چیزایی را که امروز شنیدم برش بگویم. پیشتر همراه جمشید گپ زدم. دختر محمود سونا را خانم دوم خود میگیره. با شکل دیگه گناهی دختر خود پوشانده نمیتونستم. او را خود نمیتونستم که عروسی یک بچه خان بسازن. لیاقت امیره داشت. او را کجا مانده باشه؟
نیست، اینجام نیست. کجا بودم ایتانه؟ کجا بودم ایتانه؟ خدایا آمدن. خدایا مرا نجات بده. آزاد، وقتی که از اینجا رفتیم دروازه رو بسته کرده بودم. تو هم اینجا منتظر باش ملکه. باورم نمیشه اینجا کی آمده باشه. آرام باش، تشویش نکن. هر کس آمده پس رفته. با یه چیز دست نزده. با پلیس خبر میتونم. پلیس؟ بریم ملکه، بریم. زود باش، بریم دیگه. بریم بیرون. بله آمر صاحب، میخوایم درباره یک قضیه دزدی براتان خبر بدم. منطقه فرا، سرک افتم، مکتب رشا را خود دیدین همونجا؟ ها بله، نزدیک همون مکتب. خوب است، ما منتظر میباشیم. درست است. اگر نمیرفتیم و در خانه میبودیم باز. خوب است که در خانه نبودی. توبه. وقتی برات گفتم بیا ناز کردی. خدایا، سالها میشه به اولادم هم پدر هستم و هم مادر هستم. در این قصر بدون او خدا تنها احساس میکنم. دیگه تحمل کردن نمیتونم. میفهمم که جمالم زنده است، باور دارم. او را ازت میخوایم. او را دوباره به ما ببخش خدایا. دعاهای مرا به درگاهت قبول که خدایا. ما هیچ وقت امید خدا از دست ندادیم، هیچ وقت. خواهش میکنم او را به ما ببخش. چی شده راشد؟ نامه را پیدا کردی؟ نتانستم. وقت کنه آمدن مجبور شدم از راه پیش سر فرار کنم. حالا چی خود کردیم راشد؟ نمیفهمم. اما یک چیز میفهمم که جانان خانم قبل از رفتن خود بسیار کار باد کرد. خاک در سرش. ملکه خانم خوب شد، بخیر گذشت. زنده باشین. میشه ازتان چند سوال بپرسم؟ بفرم. 01 بشنوی. مادر جان. آزاد؟ باز در این وقت شب کجاستی؟ هیچ نپرسین مادر جان. در خانه ملکه دزد آمده بود. حالا اونجا هستم. گوش کنین مادر، میخوایم یک گپ براتان بگویم. ما ملکه را به خانه میارم. آزاد نیکه تو دیوانه شدی؟ آرام باشین مادر، خیلی چی کنم؟ او را در می وضعیت اعلا کرده بیایم. آزاد، ما در خانه تنها بودن نمیتونم. میشه مرا به یک هتل ببری؟ درست است. به خاطر که میفهمیدم نمیتونی تو را به قصر میبرم. ما تو را در این وضعیت تنها مانده نمیتونم. در اون خانه هیچ کس خوش نداره که من اونجا باشم. آزاد، اونجا خانه ما است ملکه. نمیخوایم مخالفت کنی. بیا که بریم. زود باش. مادر،
بیشی زمرو تروس خیریت است این وقت چرا آمدی؟ میخواستم یه گپ بگویم اما نمیفهمم چه قسم بگویم. آزاد زنگ زده بود. او استاد ملکه را خو میشناسن نه؟ به خانهش دزدا داخل شده بودن. کل چیز گدوت کردن. توبه توبه. آزاد گفت ملکه را به قصر میارم. من خواستم به شما خبر بدم. ای چطور امکان داره زمرو تروس؟ نمیفهمم مادر. از همین خاطر آمدم که به شما بگویم. کسی که در مشکل باشه دروازه خانه ما بر رویش باز است، حتی اگه او شخص دشمن ما باشه. راستی آزاد اگه من نرم بهتر است. حالا در این خانه به خاطر ما بسیار مشکلات ایجاد خواهد شد. نه خیر، من در هتل می باشم. ملکه تشویش نکو. مادرم و نوجین مادر خبر دارن. بریم داخل. برو بیا دیگه. بیا. شبتان بخیر. شب شما هم بخیر. بفرما. استاد ملکه جانم، به خانه ما دزد آمده بود. آزاد بیادرت نخواست که مرا در اونجا تنها بانه. امشب همراه تو می باشم. نه وقت شب است، استراحت کنم. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر.
زهرا تو اینجا چی میکنی؟ هیچ نپرس. دیشب به خانه ما کسی داخل شده و کل چیزا گدوت ساخته بود. پلیس ها را خواستیم. آزادم نخواست من تنها بانه. همراه زهرا اینجا استراحت کردم. چی میگی؟ خوب شد بخیر گذشت. حالا خوب هستی؟ زنده باشی خوب هستم. اما وقت در محاصره اختطاف چه بودیم اقدر نترسیده بودم که دیشب ترسیدم. دوران تو چطور هستی؟ دستت خوب شده؟ خوب است خوب است. ایده اینجا چی میکنه؟ ملکه بیا که بریم صبحانه بخوریم. نه خیر، فکر میکنم اگه برام بهتر است. بیا که بریم. نوش جانتان. صبح خیر. صبح خیر. نوجین مادر، به خاطر که مرا اجازه دادین بسیار تشکر. ما مهمان خدا و در ضمن کسی که در مشکل باشه اختراعات نمی کنیم و جواب نمیدیم. این رسم رواج ماست. شای خوب. تو هنوز چیزو نگفتن. بیازو میخواستم خودم به اوزه برم. بگو زلال. درست است میایم. نوش جانتان. امروز دوران همراه زلال بیرون میره به خاطر کارهای نکاحشان. ماشاءالله خداوند از نظر بد نگاهشان کنه. مادر من دیگه میرم. بخیر بری بچه یک دانیم. مادر امروز بالای برفین فشار نیارین. بانین که کم استراحت کنه. خواهر کوچک تو تمام کارهای و قصر بزرگ انجام بده و خانم بیکاری تو بشینه و بخوره. همه ترست. مادر میگم مریض هستم نمیتونم. او مریض نیست بچم. تمامش دروغ است. تمامش فریب است. آف مادر آف. هر قسمی که میخواین همو کار کنین. البته که میکنم. وقت تو او را فرار دادی از من پرسیدی؟ پس ما از تو نمیپرسم. هر قسم که دلم بخواه بالای شمر میکنم. بچه ها وای استاد ملکه آمد. فرار کنین. خدایا تو برم صبر بده. نترس. وای چقدر زیباست. از خودت است؟ بریم است. اگه تو هم برای خدا بشناسی نجات میدی. اما نمیفهمی. نترس پیشم هستی. آقا آزاد. چی گپا زهرا؟ ما درباره سونا بسیار یک خبر بچه میدیم اما بلی تا حال گفتن نتونستم. بگونه سونارا چی شده؟ قرار است سونارا همراه کسی به نام جمشید عروسی کنن و بزور. تو مطمئن هستی درست شنیدی؟ بله. وقت پدر و زلال خواهر و
نوجین مادر کلان میگفت چونیدم. از که بلی نگفتی کار خوبه کردی زهرا. من همراه او گپ میزنم، اما پیش از او باید همراه کس دیگه گپ بزنم. گوش کنین مدیر صاحب، به خاطر که پدرم دروغ گفته بود به مکتب نامدم. نامی را که از وزارت معارف آمده بود پنهان کرده بود. شما را درک میکنم، اما فعلا هیچ کاری به شما انجام دادن نمیتونم. میفهمین که به معذرت نامدن به وظیفه استعفا محسوب میشه. حال منتظر نتیجه نهایی وزارت میباشیم. دقیقاً نتیجه معلوم است. اگر شما نظر به همین شرایط آمادگی خود بگیرین بهتر است. اما این ظلم است. یک گزارش غلط است. من خب براتون گفتم که خبر نداشتم. چرا نمیخواین مرا درک کنین؟ ببینین این قسم معذرت های شما قابل قبول نیست. در ضمن استاد ملک، شریک ساختن مشکلات خانوادگیتون از اول کار درست نبوده، بسیار اشتباه کردین. بالاخره نتیجه خودتون دیدین. از طرف ما با کلگی چای بته. خیرات باشه جمشید، نیک باز پدر میشی. نه خیر بیادر، ای بار داماد میشم. اوه میرزی بابا، تبریک باشه. هیچ برات نمیزی با جمشید خان. چی نمیزی با؟ عروسی کردن با کسی که همسن دختر و نواسیت است. حال فهمیدم. از این که دختر از دست دادی از حسرتی گپا میزنی. سونا مثل خواهرم از فهمیدی. این گپا خوب درک کن. چی میخوایی؟ به من عقل یاد میتی آزاد ها؟ رهایم کو. و تو محمود بیادر، این آدم بدونی که به شرم دخترت که با سن دختر و نواسیش از خواستگاری میکنه. ما چرا به شرمم ها؟ از چی به شرمم؟ وقتی رابطه سونا با مردم و تاهل افشا شد او نشرمید. من چرا از کسی به شرمم؟ و تو کی هستی؟ کی این گپا میزنی؟ ما در مقابل تو عکس العمل نشان نمیدم. محمود بیادر، یک بار دگام دست خود بالای قلبت مانده. درباره این موضوع خوب فکر کن. تو سونا را بسیار دوست داشتی. بعد از این باید بفهمی که امرای مردم چه قسم رفتار کنی. سن تو از ما بزرگتر است. آره جوابت نمیتم. جوابت احمق. جوابت. اگه جوابتی چی کده میتونی؟ احمق اگه آتش شبی کجا رو زودتر میسوزانی؟ اعلام کن. رهایم کنه. صبر من لبریز نساز. سکا کدم با دختر دلخواهیم حق مست تو دخالت نکو. نه خیر جمشید، کسی که همراهی تو نباشه و همسن دخترت باشه حق نداری به زور بگیریش. در ضمن تو یک خانم دگام داری. قسم گپ میزنی که از رسم و رواج خبر نداری ابراهیم خان. حداقل تو خوی گپا به من نگو. دین به خاطر داره کردن نفس هر انسان خلق شده جمشید خان. هر چیز وقتی که بازیچه نفس شوه نه در دین ما جای داره و نه در دل ما. دین ما کامل است به لحاظ خدا. تبدیل دین به نفع شخصی خود دین شده نمیتونه. وقتی که در کنج قهوه خانه ششته و اولادایتان مثل مال خرید و فروش میکنین و غیبتان میکنین بازو وقت دین هیچ به یادتان نمیایه؟ فقط در جایی که نفعتان باشه دین به یادتان میایه نه؟ باز افتخارم میکنین. درست است که خانم دوم میگی دین برات اجازه داده، اما میفهمی که با کدام شرایط اجازه داده؟ دربارش سوال نمیکنین و نمیخواین بفهمین. ببینین وقت نیت انسان خراب شوه بزرگترین قوانین دینام زیر پا میکنه. من هرچی میفهمم هرچی تجربه کردم همو کارم میکنم. فهمیده شد؟ باید بفهمی که آه مظلوم سوزنده تر و شعله‌ورتر است. آتش هیزم خشک است، را فراموش نکنی. هر کسی که به زور یک مظلوم میگیره و سرش ظلم میکنه جای او همیشه در جهنم است جمشید خان.
خیر و خوبی گزارش‌های خودم گرفتیم. یک ماه بعد با آرزوی خود میرسیم انشالله. بیا کیجا بشینیم از هیجان حلق و زبانم خشک شده. بس کو زلال. خب تو بیا بشین. ما میرم یک کار خود حل میسازم، زود پس میایم. بشین. سلام علیکم. علیکم سلام خان صاحب. استاد ایره ترمیم کده میتونی؟ ای بسیار یک ساعت قدیمی از خان صاحب. برزجاتی را با آسانی در اینجا پیدا کرده نمیتونیم. ناق زحمت نکشین خان صاحب. خوبم شکلی یک ساعت دیگه دارین. اگر شما خواسته باشین پنهانی آورده میتونم. وقتی آوردی برام خبر بده. درست از خان صاحب. روز بخیر. روز شما بخیر. ملکه خوب شد که بخیر گذشت. چطور هستی؟ خوب هستی؟ زنده باشی نور جان. خوب هستم. چیز ما دزدی نکردن، فقط خانه ما گدوت ساختن. پلیس هم بررسی کرده، ما مدرک بعد از ناورد. نمیفهمم کار کی است. ملکه اگه خواسته باشی میتونی پیش ما باشی. نه خیر جانم، زنده باشی. لباسای خود گرفته به قصر میرم نور جان. چند روز اونجا میباشم. همین که تحقیقات پلیس خلاص شد باز دوباره به خانه میایم. انشالله که دزد به زودی پیدا خواهد شد. انشالله پیدا میشه. ما هم زیاد به تشویش هستم. تا وقتی که پلیس دوز پیدا نکنه قلب انسان هیچ آرام نمیگیره. دوز هنوزم آزادانه میگرده، اما تو هم بیشتر دختره نترسان. نه خیر من نمیترسم، اما اگه پیدا شوه خوش میشم. با زودی نشان انگشتش مشخص میشه. هرچی خیر باشه تشویش نکن، پیدایش میکنیم. بسیار میبخشین، با این موضوع شما را ناراحت ساختم. استغفرالله. وقت در قریه ما کدام دزد بیان و پست پیدا شوه، پیدا کردن او احمق وظیفه خانوادی ماست، چرا که ای به ضرر مام تمام میشه. زهرا صبر کن جانم، ما امرایت کمک کنم. تو در جایت بیشی استاد، مهمان هستی. در قصر ما مهمان به کار دست نمیزنه. اما اگه من کار نکنم راحت بوده نمیتونم. اجازه بدین تا مام کمک کنم. برمبت جانه، امروز نوبت ماست که ظرفا را بشویم. اما استاد شما نه خیر نمیشه. حالا دیگه تو برو کتاب بیارو با صدای بلند بخوان. اما نداره دیگه. برو کتاب بیار بخوان. درست است. برو چقدر زود آمدی؟ کدام کتاب انتخاب؟ فقط آب میگرفتم. دازم ظرف شستن به تو نمیزیبه، بان زهرا میشویه اینا را. از اینکه یک طفل بشویه به نظرم بهتر است که ما بشویم دوران. رسم و رواج ما متفاوت است، تو تا هنوز را درک نکدی. در این منطقه کارایی میشه که در شهر ما میشه. مثلا تو نمیتونی کسی را که دوست داری
به دست بیاری اما کس را که نداری. پس میتونم با انتخاب کس دگانه با انتخاب دل خود عروسی کنم ها؟ تو این از کجا میفهمی؟ استاد کتابم آوردم. باش ببینم کدام انتخاب کردی. ها عالی است. حالا برات میگم بگی از اینجا به خواندن شروع کن. زود باش اونجا بشی بلند بخوان. بگو کی هستی؟ پس بودی ملاقات میکنیم. جواب کار خودم خواد گرفتی. تو چی میگی احمق؟ کی هستی؟ چی شد بیادر؟ درباره سونا معلومات گرفتی؟ گرفتم علی. پس بگو به کجا کوچ میکنن؟ کوچ نمیکنن. جدی هستی؟ باورم نمیشه بیادر. بسیار ترسیده بودم. فکر میکردم که دیگه هیچ وقت نمیتونم سونا را ببینم. همین که خوب باشه برام کافیست بیادر. راحت شدم که نمیره. علی بگو بیادر. سونا را به جمشید میتن. چی؟ صبر کاری. اجازه بده که برم بیادر. من چی خواد کردم؟ بدون اون میمرم. کار از دست ما ساخته نیست بیادر. اگه او عروسی کنم من زنده بودن نمیتونم. هفته آینده دمی روز شب حنا و هفته بعدیش هم عروسی است. بیادر من سونا را دوست دارم. بدون زندگی کردن نمیتونم. لطفا یک کار کو بیادر. لطفا میتونی بیادر. میتونی. بس کن علی. بیادر لطفا یک کار کو. بدون سونا من زندگی کردن نمیتونم. گفته باشم. راحت باش بیادر. راحت باش. زهرا تو باید برام کمک کنی. چی؟ گفتی کمک؟ به تو؟ من چی باید کنم؟ ایره ببر به سونا بده. نمیتونم علی. تو خود میفهمی که من بیرون رفتن نمیتونم. زهرا هر رقمه که میشه باید ایره برش برسانی. ای آخرین شانسم است. هم از من، هم از سونا و هم از تو. چی؟ گفتی آخرین چانس؟ من نفهمیدم که چی گفتی. من امشب همراه سونا فرار میکنم. بعد از امشب هر دوی ما برای همیش آزاد میشیم. حالا دیگه ایره بگی. خاله فاطمه شما برین بخوابین. حالا دیگه بسیار خسته شدین. شما بانین متباقیشم من میشویم. خداوند برات خیر بده زهرا دخترم. بیازو کمرم بسیار درد میکنه. شفا باشه. برین دیگه بخوابین. شب بخیر. شب تو هم بخیر.
وقتی ات منظم خانه خودم میبینم خوش میشم. تو مطمئن هستی که در اینجا راحت می باشی؟ باید راحت باشم، دیگه چاره ندارم. اگر باز به اونجا برم نوجین مادر قهر شده مرا بیرون خواد کرد. نزم آزاد تو دیگه تشویش نکن. امشب من همراه ملکه می باشم. موبایل ما روشن است، اگر با چیز ضرورت داشتی برام زنگ بزن. درست است. خب دیگه ما میرم، مزاحم نمیشم. یک دقیقه صبر کن. تا یک گلاس چای ننوشی جای رفتن نمیتونی. حالا دیگه اگه قبول نکنم و بگویم که میرم باز امکان نداره، اما تو نیست؟ راست میگی. خب از دیگه الان ما منتظر می باشیم. من میرم چای دم کنم. دلت نمیشه که بشینی؟ برو بشین. نخیر اون آمده که گم شده گلسوم. من خونه نیافتم، مطمئن باش. شاید متوجه نشده باشه او رو امرای کثافت دانی انداخته باشه. چی بفهمم؟ آها کاملا نمه قسم است. بیبی تا حاله هیچ سر و صدای بلند نشده، باز البته که گم شده. تو تشویش نکو، گم شده. خوش آمدی فرمان بچه. بسیار خسته معلوم میشی جان مادر. مادر صبح هیچ وقت پیدا نکردیم که حتی یک لقمه نانم بخورم. قربانت شوم بچه. من امیاله برات غذا آماده میکنم. برفین کجاست؟ مریض است. خواب است. بچم تمامش تمثیل از دروغ است. به خاطر که از کار خانه فرار کنه اینطور میکنه. بازم کل کار خانه را به من موند. خدایا کمکم کن، مرا نشرمون لطفاً. تبریک باشه خواهر. تشکر، زنده باشین، خوش آمدین. حالا دیگه دخترم. مادر میشه که چند دقیقه قدم بزنم؟ چی شده دخترم؟ کمی خسته شده مادر. درست است. زهرا تو اینجا چی میکنی؟ اینو مرا علی برات روان کرد. امشب ساعت 9 در جایی که ملاقات میکردیم بیا. منتظرت هستم. فرار میکنیم سونا. چی شده؟ حال شوهرتم خوش آمدی نمیگی؟ لطفاً هیچ چیز ازم نپرس فرمان. مریض هستم، حتی دست و پایمو شور داده نمیتونم. اما وقتی که میگفتی فرار میکنیم باز وقت توانایی هر کاره خود داشتی. اما حال توانایی رام نداری که به شوهرت غذا آماده کنی، بخوای مکارگیری بس کن. اما باور نداری فرمان؟ یا مادرت قسم برات گفت ها؟ فکر میکنی که من عقل ندارم که این گپا را بفهمم؟ چند روز کارهای خانه را کردی، باز حال دیگه یک هفته میشه که تمثیل مریض بودن میکنی. برفین تمثیل؟ من تمثیل میکنم همونطور است. فرمان دهی خانه حتی نمیتونم که مریض شوم ها. خسته شدم دهی خانه خسته شدم دیگه. برفین حالا دیگه زهرا، حالا چی شدی؟ چی کردی؟ نامه را برش رساندی؟ برش دادم، در پیش رویم خواند. تشکر میکنم زهرا، بسیار تشکر میکنم. حالا دیگه منتظری هستیم که کلگی بخوابن. ایره خو میفهمی که مرا تو میرسونی. چی؟ من تو را ببرم؟ بله،
هرچی نباشه امشب کل ما به هدف خود میرسیم. وقتی تو آزاد شوی به مکتبم رفتم میتونی قسم میخورم. راست میگی؟ من دوباره مکتب رفتم میتونم. انشالله زهرا، انشالله. امشب شب آزادی ما زهرا. زنده باشی ملکه. نوش جانت. زنده باشی ملکه. بسیار میبخشین، کلچه نبود که براتان می آوردم. فرق نمیکنه ملکه جان. راستی نور اصلا چطور است؟ فردا روز محکمه‌ایش است. انشالله به لطف خداوند آزاد خواهد شد. خب شما هر دو زیاد کمک کردین. خداوند نزدتان راضی باشه. بسیار خوش شدم. خدا را شکر. راستی علی چطور است آزاد؟ خبر شدم که بعد از موضوع سونا بسیار به مشکل دچار شده. نور حالی دیگه چطور بوده میتونه؟ امشب شب حنای سونا است. فردام عروسی میکن. اول میخواستن سونا را به ما بدن اما آله با جمشید میتن. من میرم بر خود لیمو میارم. شما میخواین؟ نه خیر، من نمیخوایم. ما هم نمیخوایم. ما فکر میکردم که همراه سونا عروسی میکنی. نه خیر، من هرگز تو تصمیمی نداشتم. نمیفهمم. فکر نمیکردم که علی سونا را دوست داشته باشه. اگر علی سونا را دوستم نمیداشت بازم من این کار نمیکرد. فقط بگویی که سونا کس دیگه باشه. کدام دلیل است که نمیخوای همراهش عروسی کنی؟ بسیار زیاد میترسم علی. آرام باش زهرا، جای قابل ترس نیست. همین که از اولی بیرون شویم همه چیز خوب میشه، درست است؟ آرام باش، آرام باش. باسکو باسکو. آی در بیرون نفر هستن. اگه ما را ببینن باز چی؟ کسی نمیبینه، کسی نمیبینه، نترس. یک دونه سنگ برام پیدا کن، زود باش. چی؟ یک دونه سنگ به تکو طرف فرتمون رو مصروف شو و ما فرار کنیم. بده بیادر، از اون طرف یک صدا آمد. زود شو بیا که بریم ببینیم. حالا ببین کس هست یا نه. زود شو. درست است، عجله کن، زود شو که بریم. سونا منتظر است. دروازه رو باز کن. پس شو بیا زود شو. سونا سونا دخترم تا حال خواب نشدی؟ میفهمم که آسان نیست اما چی کنم؟ مام جگر خون هستم. هیچ چاریم نداشتم سونا. هرچی نباشه به یک خانه سرمایه دار میری، ده اونجا خراحت میباشی. دزم اگه حال عروسی نکنی باز وقتی که بیادرت بیاید دیگه هیچ کار کده نمیتونی، میفهمی؟ سونا دختر مقبولم، بیبی بالای من قهر نباش لطفا.
ما و پدرت بسیار زیاد تو را دوست داریم. حالا دیگه زهرا تو برو. اگه خواسته باشی تا اومدن سونا منتظرت می باشم. نه خیلی لازم نیست. تا وقتی که ما و سونا از اینجا میریم تو باید متوجه خانه باشی، کسی نباید خبر شود. درست است؟ درست است. هرچی که از دستم بیای انجام میدم. خداحافظ زهرا. برو زهرا، حالا دیگه آزاد هستیم. درست است. خداحافظ. خداحافظ. بسیار خوش هستم. حالا دیگه خوابای ما ایستا ایستا به حقیقت تبدیل میشه. نمیفهمم که امشب چطور بخوابم، چرا که فردا شاید دوباره به مکتب خود برم. شاید که اجازه بدن تا دوباره پیش خانواده خود برم. حالا دیگه حالیم در قصر نیست. آزاد شدم. آزاد میشیم. امشب کل ما به هدف خود میرسیم زهرا. وقت آزاد شوی به مکتبم رفته میتونی، قسم میخورم. راست میگی؟ من دوباره مکتب رفته میتونم؟ انشالله زهرا، انشالله. امشب شب آزادی زهرا. صبح بخیر استاد. شما دوباره به مکتب میایین؟ به خدا مام دیگه نمیفهمم دخترا. چند دقیقه بعد خود فهمیدیم. استاد ملکه، با دفترم بیاین در اونجا به آرامی گپ میزنیم. درست است. باز میبینیم. صبح بخیر. چرا دروازه رو بسته نکردی؟ علی نباید بیرون بیایی، رو خو میفهمی؟ او خواب است. گفتم شاید بیدار شم و دستوری خدا بشویم. برای تو هر کاری که گفته شده همون کار باید انجام بدی. وقتی که علی بیدار شوه باز دروازه رو تک تک میکنه. باز دروازه رو برش باز میکنیم و بسته میکنیم تا وقتی که کدام موضوع عاجل نباشه. این دروازه همه قسم قفل میباشه. فهمیدی که چی گفتم؟ سلام علیکم. علیکم سلام خان صاحب، خوش آمدی. خوش باشی. ساعت را که گفته بودم آمد؟ بله خان صاحب، کاملا چیزی که گفته بودیم. برام نشان بده.
فکر میکنم میره به کدام شخص بسیار مهم میگیرین. بله مهم است، بسیار زیاد مهم است. برام بسیار یک جلسه سخت خواد بود. شما مرا میترسانین مدیر صاحب. نه که تصمیم وزارت به ما رسید. متاسفانه به وظیفه‌تان باید خاتمه بدین. زهرا دختر ملی صبحانه خدا خورد. اوما شاید دیگه، یعنی وقتی که گوش نشوه باز میخوره دیگه. امروز عروسی اوناست فاطمه. نمیفهمم که حالی تو تحمل خواد که قلبش آتش گرفته. عروسی چی مادر جان؟ دخترم تو هیچ خبر نداری؟ سونا عروسی میکنه. زهرا تو کجا میری؟ نه که مرا فراموش کردی دوران خان. سونا تو در اینجا چی میکنی؟ چرا فرار نکردی؟ راستش ما میخواستم که همراه علی پارامو فرار کنم زهرا، اما من ترسیدم که به خاطر ما کسی از بین نره. حتی بیادرم که در عسکریست هر شب خواب از بین بردن من را میبینه. درچه میتم که از بین بارم اما با جمشید عروسی نکنم. علی رام در او حالتی تا نمیتونم. تو در اینجا دیگه چی میکنی؟ حالا دیگه برو. علی 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 خدایا خدا کنه کدام حماقت نکرده باشه.
خدا کنه که او نمرده باشه. علی! 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 صدای ما میشنوی؟ علی! 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 کمک کنید! کسی صدای من میشنوه؟ کمک کنید! من میایم علی، برات کمک میکنم، نجاتت میدم. اوف اوف. علی تحمل کن، علی تحمل کن. علی علی میرم کسی را صدا میکنم که تو را از اینجا نجات بده. کم صبر کن علی، تحمل کن. لباسا خشک شده. عروس کوچک کجاست که اونا را جمع کنه؟ داشت پس خانه کار زیاد بود، شاید اونجا مصروف شده باشه. همه تونست فاطمه؟ بله، حتما آشپزخانه است. خوب است. این دختر کجا رفته باشه؟ بازم کدام بلا را سر ما نیاره؟ شما خو هر وقت ازش پشتیبانی میکنین. اگه همه قسم طرفداریش کنین، باز خواد دیدین که چه بلاهایی سرتان میاره. نعمت خانم جان، زلال جان، با آمدنتان ما را متعجب ساختین. خوش آمدین. خوش باشین. چی دروغ بگویم؟ به خاطر که هیچ خوش نامدیم. بفرمایین بشینین، سر پای استاد نشین. هر قسم که خواسته باشین. خوش آمدین خانم نعمت. نعمت خانم خوش آمدین. چطور هستین؟ فکر میکنی که چطور بوده میتونم؟ بفرمایید بفرمایید، داخل برین. بفرمایید. فاطمه زود یک قهوه مزه‌دار آماده کو بیار. بچشم خانم عدیه. خدایا خودت به علی کمک کن. خواهش میکنم برش توانایی بده، او را نجات بده. امروز خوب استراحت کو. فهمیدی؟ خدا هیچ خسته نساز. این گپه به خاطر من میگی یا به خاطر مواظبت است طفل؟ بیبی هر دویتون نور چشمم هسته. نیک تو همراه طفل ما حسادت میکنی برفین. چطور؟ من به خاطر تو همراه کلگی حسادت کردم میتونم جانم. به هر صورت چیزی میخوایی که برات بیارم؟ مثلا چیزای ترشی یا شیرین جانم؟ نه خیر، بیازه اگه چیز دلم خواست باز نام خدا یک خوشی مهربان دارم. برام هر چیز میاره تشویش نکن. درست است دیگه. روز خوش داشته باشی. متوجهت باشی. تا متوجهت باشی. روز خوش. خب
بعد از این دیگه من خدمت اونا را نه، اونا خدمت مرا خواد کردن. البته دیگه وظیفه‌شان است. من یه دیگه که رقص میکنم میخوایم. من گفتم یه دی میخوایم. او دیگه چی از دخترم؟ در تلویزیون دیدم یه دیگه که هم آهنگ میخوان هم رقص میکرد. من از او میخوایم، لطفا از او برم بخری. بیا اینجا دختر نازنین پدر خود. در کجا دیدی؟ در تلویزیون دیدی ها؟ هم رقص میکرد و هم آهنگ میخوان. درست از دخترم. دختره که قندم گودی صدقه سرت مطمئن برات میارم. برو دیگه حالا ساتری کو برو. زنده تو با خدایا چطور برشو قسم گودی را میاری؟ نیکه کدام گنج پیدا کردی؟ فکر کنم توز دیگه نمیفهمی عروس ما عامله است. تو هیچ متوجه نیستی که دختر کرمانی های بزرگ صاحب اولاد میشه. الله الله، شاید ما را به قصر ببرن بگوین کنجا زندگی کنین. میگن شکم آدم که گوش نباشه باز خیال پلو میزنه. تو هم میکاره میکنی راشه. اوزن این قسم نگو. میفهمی من قده کرمانی ها هستم. قده اقارب اونا کی است؟ این نعمت نصیب کی شده؟ ای خدا. یک بار از حقیقت خبر شون باز وقت خواد فهمیدی که قده بودن یعنی چی؟ میخوای چی بگویی زن؟ واضح است دیگه. تا حالا نام جانان خانم ملکه نخوانده. اگه کدام وقت نامه را پیدا کنه باز چی؟ با این گپای ناقت من عصبانی نساز. فهمیدی؟ هیچ چیز نیست. اگه می بود تا حال معلوم میشد. هیچ نامه وجود نداره. فهمیدی؟ تمام شد. خلاص شد. اگه وجدان جانان خانم تحمل کردن نتانه و تمام حقیقت به دختر خود بگویه باز در نامه نوشته نشده که از طرف کی است. اگه خودش تمام چیز به دختر خود بگویه باز اگه کرمانی ها بفهمن که زهرا دختر سکی ما نیست باز فکرش اگه اونا چی خواد کردن راشد باز وقتی پیوند فسخ خواد شد. استاچوه کمک کنید. اوف علی تحمل کن. خدایا علی را کمک کن که نموره. هیچ چیز نمیشه. چپ شو. گفتم با این گپای ناقت من عصبانی نساز. کسی خواد شنید آدم شو زن. او دختر ما بزرگ ساختیم. به خاطر او چقدر رنج دیدیم. ما او را پرورش دادیم و به مکتب بردیمش و بزرگ ساختیمش. دروغ است؟ تو مادرش هستی و من پدرش. فهمیده شد یا نه؟ از او دختر به نفع شخصی خود استفاده میکنی. کم مانده بود که بیچاره جان خود از دست بده. تو هیچ وجدان نداری، هیچی را درک نمیتونی عمر. او زن احمق چوب باش. اگه نعمت تو خواهد زدم چوب باش. به خدا بسیار به سختی مانع خود میشم تا که حقیقت نگویم. بالای او بیچاره در قصر ظلم میکنن اما ما هیچ کار نمیکنیم. اگه بار دیگه هر کس کوشش کنه که به زهرای ما ضرر برسانه باز قسم میخورم اگه مرا لطم کنی بازم میرم و کل چیزا برشان میگم. چوب شو. اگه نه پیش ازی که کرمانی ها ما را از بین ببرن تو را میکشم از شرط نجات میافم. فهمیدی؟ دانتا باز نمیکنی و چوب میباشی یک کلمه هم گپ نمیزنی. حالا بخیز دیگه برم یک گلاس چای بر. زود شو دیگه. حالا دیگه برو. زن احمق. خوب دیگه استاد. نمیخواین که چیزا بگوین؟ چی را بگویم بچه؟ شما را هیچ وقت یالت ندیده بودم. چیزی هست که من انجام بودم استاد؟ چیزی نیست. پدر و مادر شاگردای ما همین را میپرسن که چی کنیم. چیز از دست ما نمیآید. استاد ما یالت بسیار دوست دارم. یعنی او بچه ها در دست خود اسلحه نه بلکه کتاب و قلم هم میگیرن. دشمن بزرگ ما جهالت است و جهالت هم فقر به بار میاره. وقتی که فقر زیاد شوه باز مشرکین زیاد میشه. خدا کنه با کمک قوانین معرف خود اول با جهالت مجادله کنیم، بعدش هم با کمک صنعت و معرفت فقر و تنگ دستی را از بین ببریم. وقت است که تمام ملت ما یک پارچه و همدست میشن و با هم یک جا مجادله میکنن. اگه این راه ما دراز باشه بازم مستقیم است. اگه مانع نشیم باز دستای خارجی ها فکر و ذهن تمام جوانای ما را روز به روز خراب میکنن. ملکه میشه چند دقیقه بشین ها؟ البته جانم بیا اینجا بشی. اگه نی باز خود کردم
لطفا استاد منو ببخشه. خیریت باشه دخترم، چی شده؟ ما ملکه ما را نترسان، بگو چی شده؟ به خاطر زهرا است؟ نه خیر، مرا از وظیفه اخراج کردن. تمام امید زندگی ازم گرفتن. یک دقیقه، این کار چطور امکان داره؟ پدرم به خاطر که همراهشان به استانبول برم همراه می کار کردن. بالاخره کار را که میخواست انجام داد، چون هیچ وقت نمیخواست که من اینجا باشم استاد. من همیشه خواب معلم شدن میدیدم. معلمی یکی از آرزوهای بزرگم بود. حالا دیگه من چی کنم؟ از دست من چی کاری میآید؟ من تنها شغل خود از دست ندادم، همراه شغلم خودم هم از دست دادم. من کی هستم ها؟ حتی نمیفهمم که من کی هستم. دخترم میخوایی که تو رو به یک جایی ببرم ها؟ نفهمیدم. حالا دیگه بخیز همراهی ما بیا. بخیز. دوران و زلال تاریخ عروسی خودت تعیین کردن، اما دورانیت در فکر عروسی نیست. قسم معلوم میشه که میخوای از یه عروسی منصرف شوه. نه خیر جانم، دوران بسیار زحمت میکشه، باور کنی. وقتی که زحمت میکشه باز چرا روی دخترم قسم رویا میکنه ها؟ شاید که زلال غلط درک کرده باشه. دوران کمیشه شاید از همین خاطری احساس دلش پیدا شده. چون مادرش هستیم کل چیزا نادیده میگیرین، اما من میفهمم که او چی میکنه. کاملا معلوم است که او مرا نمیخواد. مرا گفته بود که امروز به خرید میریم، ولی حالا کجاست؟ تا حالا حتی یک زنگش نامده. شما چی میگین ها؟ دوران کجاست؟ کجا بوده میتونه دیگه، از سر کار و بار خود است. بچه من بسیار زیاد کار میکنه، حتی بعضی وقتا مام چهرهشو نمیبینم. بچه ام فقط به خاطر که شما هر دو زندگی خوش داشته باشه نقدر زحمت میکشه. اما هدیه خانمی دلیل شده نمیتونه. اگه دوران از حال دختر من قدر جگرخون بسازه، نمیفهم بعد از عروسی چی خواهد کرد. مادر آرام باشیم. به خاطر عصبانیت زیاد فشارم بالا رفت. اگه دوران نمیشناختم باز شاید میگفتم که کسی دیگه ای را دوست داره، اما هوش کنین، این امکان نداره. شما هیچ تشویش نکنین. من میفهمم که امرای دوران چه قسم گپ بزنم. بسیار خوب میشه. با اجازهتون ما دیگه میریم، زحمت نکشین. تا پیش دروازه همراهیتان میکنم. نه خیر نمیخوایم. برو دخترم برو. باز چی را از ما پت میکنین ها؟ چی را پت کردم میتونم مادر؟ یک غلط فهمی شده دیگه. دخترش کمی نازدان است، دورانم کمی بی توجهی کرده، فقط همیاله به دوران زنگ بزن، من امرش گپ میزنم. تو را بسیار زیاد دوست داره والا. تلفنت یک دقیقه آرام نیست. خوب است. پشت سرت نفر زیادی است که به حقت دعا کنه. بعد از مرگم راحت خواد بودی. مادر دوران جواب نمیده. هدیه به بچیت بگو که متوجه حرکات خود باشه. اگه کدام مشکل داره برای ما بگویه که حلش کنیم. اما هوش کنه به زلال کدام ضرر نرسانه.
آها زنگ زد. نه برفین است. بله دخترم. بله مادر، از یک گپ مهم خبر شدیم که حتی شما هم نمیفهمید. چی شده؟ او خوب است نی؟ امروز راشد پدر و گلسوم مادر گپ میزدن. باز ما شنیدم میگفتن زهرا دختر اونا نیست، او را فرزندی گرفتن. مادر هوش کنین دقیقاً کسی از گپ خبر نشه، اگه نه تباه میشیم. ای که در این وقت زنگ زد کمی به تشویش شدم. فقط خواسته که صدای ما بشنوه. پشتم دق شده. دخترم بگو بگو دخترم میشنوم. تو مطمئن هستی؟ بله با گوشای خودم شنیدم مادر. زهرا دختر اصلی اونا نیست، زهرا را فرزندی گرفتن. باور کنین. پس دختری کی است؟ ایرام گفتن؟ نه خیر مادر، این گپا نگفتن، اما گلسوم مادر میگفت هر لحظه امکان داره حقیقت بگویم. مادر اگه دقیقاً کسی خبر شود بدیل از بین میره. باز وقت ما چی کنیم مادر؟ اگه او زن تا حال چوب بوده بعد از یام چیزی نمیگه. تو هیچ تشویش نکن. در ضمن اگه چیزی هم بگوین فکر که قبر خود با دستای خود میکنن. خدا کنه مادر، خدا کنه کسی از این موضوع خبر نشه. اگه نه باز نه تنها ما و فرمان بلکه آینده طفل مام خراب میشه مادر جان. گفتی طفلت؟ زمرد کار عروس کوچک تا حال خلاص نشده ها؟ تو چرا غذای علی را میبری دختر؟ راستش مادر من نخواستم عروس کوچک بگویم. در روزا علی و قدر خوب نیست مادر. باز خواستم که خودم غذاش ببرم. در ضمن باش گپم میزنم. کی خوب است دیگه؟ هیچ کس در این خانه خوب نیست. آقا بریم. چی شده زهرا؟ چی گپ است؟ علی بچم تو کجاستی؟ علی همراهی سونا، یعنی میخواستن فرار کنن اما افتید. فعلا در سر تپه هست. زهرا تو چی میگی؟ بیا که زود بره. علی تو کجاستی؟ علی چی شده زمرد؟ مادر علی در خانه نیست. او رفته کل جای دیدم نیست. اما تو امکان داره کجا رفته میتونه؟ عروس کوچک صدا کنین. او باید بفهمه که علی کجاست. او را صدا کنین. چرا اینجا استاد هستین؟ آماده هستی که جزای خیانت خدا بپردازی ها؟ راستی بسیار به تشویش هستم. تو چرا ای کار کردی؟ نه که به خاطر او استاد زنی کار کردی ها؟ وای دورانو زن ارزش ای کار داشت؟ ارزشش داشت که به خاطرش خدا به خطر انداختی؟ استاد اینجا کجاست؟ ما کجا آمدیم؟ بفرما داخل دخترم، بفرما. خسته نباشین استاد. زنده باشین استاد، خوش آمدین. شما کارتان انجام بتین، ادامه بتین.
لطفاً با یک صدا بخوانیم. ادامه بدین. مادر کلان. بسیار عالی. آفرین به کلتان. حال یک جمله نوشته میکنم. استاد، اینجا آموزشگاه است؟ اینجا اتاق درس است دخترم. ما امکانات به دخترها و خانمای فراهم ساختیم که یا پول برای درس خواندن ندارن یا که توانایی رفتن به مکاتب ندارن. از همین خاطر اینجا را برشان اختصاص دادیم دخترم. این یک فرصت خوب است. خاله عایشه، ایره دیگه شما تنها بخوانین. اله هم راه لا دست با مکتب رفتن. میخواستم روی سونا یک جای فرار کنم و او را به اینجا آوردم. فکر میکردم سونا میایه اما او نامد. وقتی دوباره آمدم اینجا را دیدم که او افتیده بود. هیچ تکان نمیخورد. نتانستم کمکش کنم. کجا رفتم میتونه؟ بچیم کجا رفتم میتونه؟ میترسم به خاطر سونا کدام دیوانگی نکنه. عوض ای که پشتیبانی زهرا را میکردین باید از موهایش کش میکردین و ازش میپرسیدین. چی شده؟ چرا چیغ میزنین؟ علی گم از قدیم به خبر از قصر بیرون شده و رفته. زهرام از پشتش برآمده رفته. اینام رفتن زهرا را دیدن اما با من هیچ چیز نگفتن. ای بار دیگه جزای زهرا بسیار سنگین خواهد بود. یک بار علی پیدا شود. نوجین مادر، ما فکر کردیم شاید تا بازار رفته باشه. شاید اینجا خسته شده باشه. از او خاطر زهرا را صدا نکردیم. یا شاید آن به عروسی سونا رفته باشن. کل چیز تباه و برباد میکنن. ما او بشر در اتاق قید کرده بودم. یا کارم درست انجام نمیتین. قدیم تو کجا میری؟ دیگه کجا میرم اونا رو پیدا میکنم مادر. خدا کنه پیش از کدام حادثه اونا رو پیدا کنم. خدایا بردازار میکنم بچه چیز نشه. خدایا خدایا لطفا امرای ما کمک کن. خیرت باشه حیوان. تو را چی شده؟ آرام باش آرام باش. خدای من. هی تو خوب هستی؟ صدای ما مشنوی؟ خوب هستی؟ سونا خدا را شکر که زنده هستی. صدای ما مشنوی؟ سونا نه بخیز که بالا ببرمت. بسم الله الرحمن الرحیم. وای چی شد زمرد؟ آزاد کجا بود؟ نمیفهمم. موبایل خود جواب نمیده.
هدیه از دوران چی خبری است؟ نه خیر، چند بار زنگ زدم اما جواب نداد. وقت کارشان داشته باشیم باز هر قدر که زنگ بزنی اونا پیدا نمیشن. کجا بوده میتونن؟ چی کار دارن که خانه ایج به یادشان نمیایه؟ آقا آزاد، علی سونا را بسیار زیاد دوست داره. به خاطر که سونا عروسی نکنه علی مجبور شدی کار کنه. خدا کنه که اون چیزی نشده باشه. آرام باش آرام باش، باید تحمل کنیم، ما مهمان داریم. آفرین. بیا که بریم. بیا 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 بیا. همینجا استاد کو. خوب گپم گوش کو. هوش کنی کدام اما قد نکنی، اگه نه باز مغزت باد میکنم. موترت هم کثیف خواهد شد. پایین شو. دستایت بالا کو. را برو. را برو. گفتم برو. علی علی کجاست؟ او همینجا بود. قسم میخورم که او همینجا بود. مطمئن هستی که او را اینجا دیده بودی؟ بله مطمئن هستم اونجا بود. قسم میخورم که اونجا بود. بیهوش افتیده بود. خواستم که نزدیکش برم و او را نجات بدم، اما پایم لخشید آقا آزاد. کم مانده بود که بستم. به هر صورت با پلیس خبر میتیم که بیاین و ببینیم. درست است، تو آرام باش. را برو. برو دیگه. نمیخواستم که تا اینجا پیاده بیایی، اما وقتی که خیانتت به یادم آمد باز منصرف شدم. حال دیگه خودت قبرت بکن دوران خان. اگه مرا اینجا داخل کنی خودت نجات پیدا میکنی. بله بله، همه تو فکر میکنم. نه که تو کدام چیز دیگه فکر میکنی؟ بیبی باها، کارایی را که انجام داده یک روز آشکار میشه. تو با کلگی دام ماندی. اگه بفهمن که در کار قاچاق مواد مخدرم دست تو بوده، باز او وقت قبرم برای دفن شدن نخود داشتی. زیاد گپ نزن، نمیخوایم چیزی بشنوم. حال دیگه گفتن ای گپا هیچ فایده نداره. وقتی تو را از بین ببرم باز هیچ کسی از این گپ خبر نخواهد شد. حالا دیگه، حالا شروع کن. بعد از تو نوبت او استاد زن است. چی شده؟ فکر کردی که او را میبخشم ها؟ تو و
او زن هر دویتان جزایتان میبینین. شما خواد دیدین که همراه باهو خیانت کردن چی جزا داره. زودچا قبره بکن. چندین جای دیگه به عنوان معلم کار کردیم، اما وقتی خبر شدم در یک قریه معلم کم بود از باز به خواست خودم اینجا آمدم. یعنی که معلمی را بسیار زیاد خوش دارین؟ بله، بسیار خوش دارم. دلیلی که چرا اینجا را انتخاب کردم فقط به خاطر یک اطفال است. اونا از همه بیشتر به یک راهنما ضرورت داشتن. مایرا مطمئن هستم که تمامشان از برکت شما با سواد میشن بخیر. از برکت استاد ماست. تهدابگذاری اینجا استاد ابراهیم است. استاد، این صنف درسی بسیار کوچک است. اطفال دیگه هم است که شوق آمدن به اینجا را دارن، اما چون جای خورد است نمیتونیم که اونا رو بپذیریم. خودتون میفهمین که بزرگان به درس خواندن اینجا میاین. انشالله به اونام یک جای دیگه پیدا خواد کردیم دختر. انشالله. یک موضوع توجه مرا جلب کرد. در بین شاگردا دختر بسیار زیاد بود. دخترها اینجا شوق درس خواندن بسیار دارن. دخترایی که شوق درس خواندن دارن خوب پیش میرن. مثال زندهشان زهرا است. درس و تعلیم یگانه راه نجاتشان است. میخواین با درس و تعلیم هم خود و هم خانواده خود از گمراهی نجات بتن. راستش استاد، راه نجات پسرام همین درس و تعلیم است. زن و مرد فرق نمیکنن. پیغمبر بزرگ ما صلی الله میفرمایند که آموختن علم به هر مؤمنه، چی زن باشه چی مرد، فرض است. مسلمان‌ها در این مسئله به توجهی کردن. از همین خاطر بسیار سخت جبرانش میکنن. اگه خواسته باشه ما آینده خود تثبیت کنیم، باز باید مرد و زن در مسئله درس و تعلیم کوشش کنیم. هر قطره‌ای که میریزه از پای علم میریزه. آیت کریمه است که میگه آیا عالم و جاهل یکی هستن؟ کاملا حقیقت دارن. هیچ وقت جاهل و عالم در یک سطح قرار نمیگیرن. انشالله ما در اینجا وسیله یک کار خیر میشیم. شاگردار فقط به سوی یک مکتب خوب نه، بلکه به سوی یک زندگی خوب سوق میتیم. انشالله چون نیت ما نیک است، عاقبتش هم نیک خواهد بود. دروازه اینجا همیشه بروی همگی باز میباشه. بفرمایین. خانم معلم، به خاطر دخترم بازم آمدم. جگر خونی میکنه که مکتب رفته نمیتونه. کدام جای دیگه پیدا کردین؟ متاسفانه نه، به خاطر که جای پیدا نشده. اما اگه جای پیدا کنیم یا کدام صنف درسی دیگه، باز اول به شما خبر میدیم. تشکر خانم معلم. الان دخترم دیگه بریم. شوهر زن در موضوع یک قتل زندانی است. زن بیچاره با وجودی که هیچ پولی نداره اما بازم کوشش میکنه که اولادش به مکتب بیاین. پسر شاگرد ماست اما نتونستیم که دخترش بگیریم. اینقدر تشویش نکن دیگه. در جایت بیشی. قدیم پیدایش میکنه و میاریش. مادر چطور تشویش نکنم؟ ما خود نمیفهمیم که به عروسی رفته یا نه. دیگه کجا رفتم میتونه؟ تمام روز در فکر سونا بود. اگه اونجا رفته باشه آرام نخواد بود. خدا کنه از روی عصبانیت کدام کاری نکنه. فاطمه، در فکرت گپای بعد جای نتی. برو اونجا بیشی. برو. چیزی را که فکرش را میکردیم به سر ما آمد مادر. فکر میکنم که ما کابوس میبینم. آی
خان صاحب چی کردین؟ علی رو پیدا کردین؟ نه که به عروسی نرفته ها؟ لازم نبود که ما به عروسی میرفتم. آزاد برام زنگ زد گفت که ما امروز زهرا در سر تاپ هستم و صدایش فهمیده میشد که پریشان بود. چی؟ گفت که علی را میپاله. اما چرا در اونجا میپالش؟ علی در اونجا چی کار داشته؟ ویلچرش را پیدا کردم. بعدش به پلیس زنگ زده اونا را خبر کردن. گفت که پلیس ها به پایین تپه برن و جستجو کنن. علی دخترم آرام باش. دخترم آرام باش. قبرت بکن تا که خوب چقر شوه، تاریک شوه، تاریک شوه، تاریک شوه. اگه مرا چیزی شوه باز دنیا سرتان دوزخ شوه، دوزخ شوه، دوزخ شوه. خب دیگه دوران بیادر، پیش از که بری میش آخرین سوالتان بپرسی ها؟ بسیار بد است. آخرین دعای تباکو دوران خان. دیدی ترسیدی؟ زود اعتراف که دیگه ده شاجرش زیاد مرمی انداختیم. ببینیم که ده کدامش نوبتت میایه. چطور است؟ فکر خوبی است نه؟ بازی شروع میشه دوران. احمق! ما را بسیار دست کم گرفتی واو. کدت کار دارم لعنتی. ببی احمق، تو میخواستی مرا از بین ببری ها؟ کارت تمام است، تمام است. باز خواهد دیدیم. پلیس؟ هنوز حساب ما خلاص نشده. باز خواهد دیدیم. همراهت گپ خواهد زدم. وقتی که علی را در اونجا ندیدم باز راده تایر ویلچرش تعقیب کردم. بعدش تا اون پایین دیدمش مثل که خوابش برده بود. علی گفته صدا کردم اما هیچ حرکت نشان نداد. رفتم و آجل آقا آزاد خبر دادم. بسیار ترسیدم. وقت دوباره آمدیم علی نبود. علی بچه مادر آرام باشین، آرام باشین. بیادرد کجاست؟ علی من کجاست؟ مادر جان نمیفهمم، ببینن میپالانش. زهرا برام خبر داد که علی اینجا افتاده. مام زود اینجا آمدم. برام بگو بچه‌م کجاست؟ بگو بچه‌م کجاست؟ مادر جان از او دختر چی میخوایی؟ او دیگه چی میفهمه؟ خبر داره، این میفهمه. این علی را اینجا آورده بود. نه خیر نمیفهمم.
قسم میخورم که نمیفهمم. از اینجا کجا رفتم میتونم؟ کجا رفتم میتونم؟ نمیفهمم، قسم میخورم نمیفهمم. علی با پای خود تا اینجا آمده نمیتونست. حتما تو رو اینجا آوردی دختر احمق. نه خیر، من وقتی او را در اینجا دیدم باز بسیار ترسیده بودم. عاجل رفتم با قاضات خبر دادم. وقتی که دوباره آمدیم باز علی نبود. باور کنین نمیفهمم که علی کجاست. بچم، علی بچم، بچم تو کجاستی؟ بچم تو کجاستی؟ مادر سونا سونا تو کی هستی؟ من کجا هستم؟ آرام باش. در خانه من هستی. در سر تپه را پیدا کردم ضعف کرده بودی. گفتم به شفاخانه ببرمت تا زودتر خوب شوی. باز گفتم شاید قضیه جنایی داشته باشی. از او خاطر نبردمت. فکر کردم که شاید میخواستی فرار کنی. کسی تو را تعقیب میکنه؟ فراری هستی؟ زخمات زیاد جدی نیست اما شاید کدام عضو بدنت شکسته باشه. اگر به شفاخانه بریم باز خوب میشه. نه خیر، من نمیخوایم که به شفاخانه برم. فهمیدی؟ خب خانوادت کجاستن؟ میشه که با اونا خبر بدیم. من خانواده ندارم. پس سونا کی است؟ هر لحظه نام او را میگرفتی.